نفس هستیم. ما انتظاری برادرها و هموطنان زیر. خب امیدوارم که هموطنان عزیزم انا یک گوش میکنیم. امروز برنامه را ایواز کردیم کم ترک، یعنی که میتونیم که در اینجا آدم قبول کنیم. در این حال در این داخل یک آدم میتونیم که ما قبول کنیم با طریق هم خیلی ویدیویی، یعنی آنلاینی صحبت کنیم، همراه در دلشه گپ زنم. البته که موضوع ما همون پدر، یعنی که چهار آدم گپ شدیم و موضوع پدر را با پایان نمیبریم، خلاص نمیکنیم تا اون که مردم همه درد دل خودش بگه. برای ما هموطنان عزیز یک هجوم کنید و شما بگیم که یک لایک تو با دیگر رفته رسد و فکر نظر خودتون اگر که در تماس برو مادر تویسته میتونید که چی کنید. انا میتونید که نویسید. ما کوشش میکنیم که تو اون ساعت آینده همراه شما باشیم. اگر برادرایی که کنترل استودیو را داریم چسبیدگی باشه یا که از اون طرف نچسبیده باشه، اگر ما شروع کنیم. در اینجا فون نشان داده ایستاده است که چسبی طرف کنترل کرده ایستادم، خدمت کنترل کرده است. برادرایی که نمیدونم باید های بیم آی فای باشه، یعنی همه سوس بر امیدوارم که نچسبیده. برادرای عزیز، هموطنای عزیز، نمر میدونی نه، همون نمره که داشتیم اون وقت همو است و این دفع یعنی طریق دیگری که در این سیلکش موندگی است. در پایان من یک بار بینم نه، بله سیلکش موندگی است. شما میتونه که با طریق سیلکا داخل شوید و ما قبول میکنیم، یعنی یک کس و چطور میکنیم. ولی شروع نکردیم، من تنها مسئولیت پیشکیش گرفته ایستادم. شروع کردیم بعد میگم که شروع میکنیم و داخل میشیم در استودیو. البته چون هر وقت و همه وقت تو من از بیگونگان هرگز ننالم و من هر چی کرد آن آشنا. کدام یک برادر است
ولی برادرو که در استودیو هستیم ولی قبول نمیکنیم آدمو را، روی که ما یک کمی صحبت میکنم، بعد از او چیکار میکنیم؟ شروع میکنیم قبول کردن آدم. یعنی که برادر اگر که یگان مشکلشی چسبید با من حتما خبر کنید. قدر کن باز بگیم درست کنیم. برای که این اولین بار است و طریق این برنامه داخل شدن ما، تا که یک پدر، یک مادر، یک برادر یک درد دلش برآمده، یعنی که آشکار با ما چیکار کنه صحبت میگه که من از بیگانگان هرگز ننالم، هر چیزی که بر ما کرد میگه همین قدیم کرد، همین برادر کرد. یعنی که ما از بیگانه هیچ وقت نمینالیم، برای که ما در هر شرایطی اومدیم، هر حالتی اومدیم، برای ما خودی یعنی پدر مادر اکا دودر برای ما همین شرایط مهیا کرده، راه ساخت که ما همین احوال همین سمت حرکت کنیم. یعنی سمت مردی کاری، عذاب، خطابی که ما حیاتی که ما داریم، یعنی همین سمت روانه کردن از دست ما گرفته. تای تای پاپا میکنه که گودا گایدش میخوان میگن که تای تای بچم، و هر طرفی که بری او را او همسو تای تای کده میره. یعنی که هر طرفی که ما رفتیم ما را از دستمون بوده که راه نشان دادن پدر و کلانهای ما. البته که در من با این سخنان یعنی تحقیر یا که پس زدن پدرها را در نظر ندارم. اگر گرچند ما از دین مبین اسلام هم اگر نظر کنیم نگاه کنیم، یعنی که خداوند بعد از عبادت خودش و بگیم که دویم جو یعنی پدر و مادر مونده، یه همه ایره خطون میدون، یه حجتی گفتن این چیز هم نیست. یعنی بعد از عبادت خودش باید پدر و مادر. اما چرا ما پدر اگر میزنیم؟ برای آن که پدر ما مسئولیت خودش درست اجرا نکرد و هر یک تایما پدر باشه فردا ما اوت پدر هستیم، باز فرزندوی ما اوت پدر میشوند. یعنی که закон природа، یعنی هر یک تایما نوبت خودمون قطعی فرزندیم و نوبت خود قطعی پدر میشیم و نوبت خود قطعی بابا میشیم و اون نوبت من اومد میبره میریم. اما متاسفانه وقتی که پدر ما، پدرهای ما، یعنی که مردهای همون دور زمان جوان بودن، در حالی بعضش پدر بودن و بعض دیگرش جوان بودن، همون انسان ها در همون وقت و در همون ساعت مسئولیت پدری خودشه یعنی جوانی خودشه اجرا کرده نتونید و امروز هم مسئولیتی بگیم پدریشه درست اجرا کرده نتونید. برای همه و برنامه ما انا موضوع ما پدر است. گفتیم گفت و همتون خوش آمدین هموطنای عزیزم و برنامه بدون پرده. ما گفتیم ما به پنهانی یعنی صحبت میکنیم، برنامه بدون پرده در کانال خودی خلق. هم گفت شفی کانال خدمت است. انا خدمت هستم، خوش اومدین همتون، نور دیده توجی سر. انا راوی برنامه دوست برادر و هموطن و بگیم که یک خلوت دشمنش ما هستم هستنه خربونی چور نگلازه هر یک تاتون که امروز دستگیری میکنیم مورا و پدپیست سکنین با دیگر انسان هم کوشش کنیم که نواروی مو رفته رسه و برنامه های آینده او انسان ها گفتنی های در دل خود داشته باشند. چیکار کنن؟ انا روزی برادر عزیزم کم ترک زنگ زدن در تراسی منش تا که او انسان های
дар барномаҳои оянда бо мову шумо пайваст шида ва сафи мо, круги мо, яъне сафи мо бигем ки зиёд шидан бигирад ва тамоми пайғомҳое ки мову шумо бо тариқи ин сомона мерасонем, ин пайғомҳо барои худи Эмомалӣ ва наздики гирди атрофу ва якчанд инсонҳои дигари хобида ҳаст, ки онҳо бояд бедор шаванд. Воқеан ҳам мо чӣ кор карда истодем ва оянда бояд чӣ кор. Занбур дар зимистон, занбур асту, дар зимистон карах мешавад, хунук биғалта, дар заминҳо ҳар ҷода меғалта. Мо кӯдакида хеле чӯва мегирифтем, баъд занбурро хеле парвоз куна гуфта мепартофтем да ҳавода, ки то ки занбур парвоз кунад. Аммо занбур карахт буд, намехест, парвоз карда наметавонад ва камтар нури офтоб расидана дар гармӣ сар мекард ва занбур, яъне ҳамун бензини ҳамун занбур, ин нури офтоб ки мерасид гарм, ӯ парвоз мекард. ва имрӯзам мо мехоҳем ҳамчун ҳамун нури офтобе ки хунукзадагӣ занбурро ки гарм мекунад ки парвоз кунад, мо ҳам ҳамчун як камтаракам боша ки ҳамун нури офтоб ори гарм кунем ҳамун падарора, бародарора, оянда падаршавҳо ҳастанд. Инсонҳоро бояд мо бифаҳмонем ки масъулият чӣ аст, яъне ки каме гарм шаванд, қанатҳошонро боз кунанд я парвоз кунанд. аз замин осмонро фақат нигоҳ накунанд, як бор парвоз карда аз баландӣ заминам нигоҳ кунанд, ки чӣ шида истодааст дар гирду атрофшон, дар кадом ҳолат ҳаст фарзандои ӯ ва чӣ мешавад фарзандош дар ҳолате ки ӯ агар битарсад мешавад. ташаккури зиёд ба ҳамаи шумое ки ҳамватанои азизам, ки имрӯз дар инҷа ҳастем ва ояндаам ира ҳар инсоне ки мебинад ба ӯ ҳам ташаккур, ки ва фикри назари худтона дуруст дар комментҳо метавонем ки нависед. аз кулли ҳамо ҳамватанон хоҳиш мекунем ки якчанд инсонҳое ҳастанд, дар таи коммент видеоҳо ман назар мекунам, дар тамоми таи видеоҳо мегӯянд Немекиҷону, Дилиҷону, намедонам Ширинҷону, Шакарҷону, Отаҷону, Очаҷон, ҳамин қилиқотона партоед. Ва инҷа ин барномаҳо барои ҷонҷону любов нест. Любовотона дар личкаи шахсиётон метавонед ки бикунед. Дар инҷа дар масъалаи мавзӯъ фикр назар дорӣ, бинавис. Надорӣ, айда хубиш гӯш кун. ин ҷои хафагиш нест ҳамватанои. Ман медонам ва баъзета мешиносам ки кадом пол ҳастем ва ба кадом пол даромадагӣ. Маълумототон ҳаст. Барои ҳамон эҳтиром кунед. Моро не худтона ҳурмат кунед. хуб, барнома оғоз мекунем. Мо метавонем ки занги телефонӣ ҳамон WhatsApp қабул кунем, суҳбат кунем ва силкае ки дар таи навор мондагӣ аст, шумо метавонед ба тариқи ин силка дохил шавед. Як одам мо метавонем ки қабул кунем ва ҳамроҳи шумо саволу ҷавоб дошта бошем. Умедворам ки гуфтиам правилаи барнома фаҳмо аст. Яъне якчанд саволҳо метиҳам, ҳамчун падар бошӣ ё ки ҳамчун оянда падаршав бошӣ. метавонӣ ки фикр назарта дар бораи зиндагие ки худат дидӣ ва чӣ оянда ба фарзандат дидӣ, чӣ доданӣ аст, чӣ мақсад. метавонед ки дӯстои азизам ана чӣ занги телефонӣ боша ва чӣ гӯем ки ман аз инҷа берун мешавам, барои ки ман аз инҷа камтар дидам мушкил аст видео. ана
خب حرف نمو برنامه او یک چیزه. یک بار استعفای ممالی می نویسن برنامه شد. برنامه او اتولیکات کردن انسان است. چهار پنج میدرویند بین خودشون سرسرایی کنند، دلرویی کنند که جونی ما و نمیدونم ما خوام خستم چای خوردم و آب خوردم. یکی خیلی برنامه برای که مردم یک طرف برند. ژنسکای نام ها خطی درام هده همویزه نکنند. خب دوستای عزیزم میتونین که انا ما زنگ تلفن نه آوازش برداشتیم. زنگ تلفن میتونیم قبول کنیم و میتونیم که همراه شما بیم که صحبت کنیم. میتونیم در اینجا چیکار کنیم با علاقه برای خلاص موضوع برای همه شما یعنی هر یک شما امیدوارم که فهمو است. دومی در واتساپ علاقه برآمد اینجا باور کنین میدونین چند تا پراپوشنی 64 انا 64 پراپوشنی دست لازم حتما اینا را شما در نشون هم نمیتونم به هر حال پراپوشنی این روژه 74 انا میفرمون دوسته عزیزا که 74 تا پراپوشنی هست میتونه که زنگ بزن. مرحمت کده گفتی همون گپا ما انتظاری زنگی شماییم. موست هستن خب دوستای عزیزم بینندگان گرامی واتساپ آزاد است همون واتساپ است و باز با طریق استریم میتونین که چیکار کنید علاقه بکنید. تو شما علاقه میبروین ما برای شما یک در این تلفن اگر باشه این زنگ تلفن است. الو السلام علیکم. و علیکم السلام. سلام علیکم. و علیکم السلام. ما پخش زنده؟ بله برادر عزیزم پخش زنده بدون پرده و گویم که موضوع امیدوارم از موضوع خبردار هستین یا آشنا سازم با موضوع. نه رحمت من چیزم خبردارم. خبر رحمت اکمال جان تی. بله. خب برادر عزیز چرا فرزندانی یا که اولادان از اولادان امام علی رحمان کسی مهاجر نیست یعنی که مردی کار نیست؟ روچکو دست استفا بروا همه خو استفا نه بچه ها بسیار شدگی همه کسی استفا گفته ما مسکوا دا دوار نکن. مایل برادر عزیز چرا اولاد رحمانوف از اولادای رحمانوف کسی دورنیک نیست؟ همه گپ زدنی استفا بروا تمام استفا بله بله. نه چرا از اولادان رحمانوف کسی مردی کار نیست؟ یعنی خگاب داشتی برادر گفت رحمانوف گفت استفا بروا. خب السلام علیکم. و علیکم السلام. Ovozlarim boryaptimi Akmaljon? بله. Salomatlaring yaxshimi? Yaxshi rahmat. Tinchmi? Sog'misan, salomatmisan?
Qandayni. Malades. Hozir yo'qdim, hozir keldim. Tema nima bilmayman. Bir salom alaykum. Tema nima uchun otalar farzandlarini mardikor qiladi? Ha, bu endi o'tgan temani ko'rdim, eshitdim, oxirigacha eshitdim. O'tgan tema 19 edi, 19-bidoni parda 19. Oxirigacha ko'rdim. Shuncha ayollar eshitib yomon yig'ladim. Shunday ko'ngilda bo'shab ketdi. Nima qilish kerak? O'zing aytganday, birodar, ukajon, turish kerak, gapirish kerak. O'tiraveramiz. Mana biz ham o'tiraveramiz kirasdaga. Endi yuzimni qo'ymadim. Har safar nima deydi? Har sababga qaraganga o'zi yaxshi tushunasa. Otalar aytadi, 40 ga chidagan 41 ga ham chida deyapti-da. Endi bizda otamiz o'tgan, Alloh rahmat qilsin. Otamdan nima deydi? Roziman. Shuna voyaga otam rahmatli, ko'zi ko'rmas edi, bechora nima deydi? Hozir o'zingiz qayerda? Qayerga bo'lardi? Moskvada. Necha yil bo'ldi? Ancha yil bo'ldi. 16 yil, 17 yil. Oilalimi? Ha, bolalar sherga shaqa tarbiya beryapmiz. O'zimizga bo'lmaydi. Tapak qiladi-da, tapak olib keldi. O'zimizga tapak olib keldi. Maktabga tapak olib kelgan deydi. Maktabga tapak, o'tin olib kelgan deydi. Ishkaman, Akmaljon, sog' ishkaman, ishdan odam ketib so'rayapti. Gapiraveraymi? Ha, bu yoq. Ha, keldi, yana bir tojik keldi. Bu yoq, buduro. Dusadi polni shaxsman hasta. Ishkaman, savdogaman, Xudoga shukr, Allohga shukr. Mana shunday ishlarni olib borib, biz hamisha orqalaringdan. Akmaljon. Rahmat. Ey, hamsi ham qalliq. Hamsayam. O'zi tojikman men, qalliqlarcha katta bir o'zbek bo'lib ketganman. Tojikman, hamsayam qalliq, bu hamsayam qalliq. O'zim tojik bo'lib, tojikchani yaxshi bilmayman. Bugun Akmaljon, yangan keldi oldimga, mana Akmal. Millatini qara dedim, shuna qo'ydim, qallig'iman deding-ku, eshitib rosa kuldi. Bu qayerdan chiqdi? Ha, bu bizni birodarda. Mayli, sog' va salomat va ishti qilayin, odam keldi ishxonaga mana. Mayli. Savol bormi? Savol bormi? Biron gap bormi? Biron narsa deymi? Yo'q, savol bor edi, shu otalar bolalarni mardikorlikka olib kelib qoliga lapotka ushlatib qo'yadi-da, shu otalarga nima demoqchisiz deyman. Endi nima deydi otalarga? Bu yaxshi emas demoqchiman. Boshqa hech turish kerak. O'zing aytganday nima deydi? Gapirish kerak. Gapirmasak, 30 yil emas, 100 yil ana shunday bo'lamiz. 100 yil. Qul, mana qul deyapti. Tojik o'zbekcha tushunyapti. Qul bo'lamiz. Nimaga Imom Alini biron xishi avlodi mardikorchilik qilmaydi? Qachonki biz gapiramiz. Uni ishdan olgandan keyin biz bo'lmasligimiz mumkin mardikor. Mardikor bo'lmaymiz emas, bo'lamiz. Nima deydi? Po zakonu kelamiz mana yerga, bizga ish muhayyo, общежит tayyor, страховка медицинский bor, страховка жизнь bor, oylik как положено berilmadi. Через sud olib beriladi. Ana buni mardikor nima deydi? Haqiqiy deydi. Bu emaski o'g'il ota farzandi katta qildi 18 yoshlar bo'ldi. Odam mardikor. Ular qilmaydi, ular 100 yilga ham qilmaydi. Bu aka birodar aytayapti. Men tanimayman, bu aytayapti. Bu qilmaydi deydi. Buni deydi orqasidan turishimiz kerak, gapirishimiz kerak. Otalar borku o'tirib o'g'illarni jo'natadi. O'sha bir og'iz qo'shnisiga aytsa, mana bu hokimiyat yaxshi emas deb gapirsa, ikkinchi qo'shni aytadi, gapirma. Gapiradi-ku bir marta, sal qo'rq. Men birinchi marta qo'rqdim. Men nima akay kim? Ana nima bilan ham gaplashdim.
Husayn bilan ham gaplashdim. Birinchi marta qo'rquv paydo bo'ladi insonga-da, ichidan qo'rquv. Ikkinchi marta yana salgina, uchinchi marta kelib qo'rqmaydi. Bir domilla sizlar tarafdan, ismini aytmay sizlar tarafdan domilla ko'p yaxshi ustoz bo'ladi. Alloh umrini uzoq qilsin. O'g'ri borki, birinchi marta o'g'rilik qiladi, salgina qo'rqadi, salgina juda qo'rqadi. Bekor qildim, bekor. Ikkinchi marta o'g'rilik qiladi, osta qo'rqadi. Uchinchi marta yana osta, to'rtinchi marta ahamiyat bermaydi, o'g'rilik qilaveradi. O'rganib ketadi shunga. Hozir otalarimiz qo'shniga, birovga aytmasin, qo'shni o'zining birodariga aytsinki, mana bu hokimiyat yaxshi emas deb bir og'iz aytsin. Ikkinchi marta yana aytsin, qo'rqish yo'qoladi. Aytishdan boshlanadi, gapirishdan boshlanadi. Gapirish kerak. Qo'ni qo'shnilarga, ko'chaga emas, qo'ni qo'shniga ota aytsaki, mana shu qilishimiz yaxshi emas, mana bu hokimiyat yaxshi emas deb o'zimizdan gaplashib borilsa, inshaalloh nima deydi? Bizda safimiz ko'payadi. Hamma o'zidan o'zi. Yo'q, bir narsa, yana bir narsa bor-da. Bola agar tirikchiligidan norozi bo'lsa, otasi yana gapirma, shukrona qil shunga. Bor, mana lapatkani ol, ana hamma Rossiyaga ishlayapti, sen ham bor deb qoni qo'shnidan qarz qilib olib kelib turib, bolasiga bilet olib, to'g'ri g'ulomlikka jo'natadi-da. Yo'q, azaldan qolgan ish. Yo'q, azaldan emas, bu yaqinda bu azal emas. Bu nima? Akmaljon, bunaqada hozir aytayapmanki, mayli jo'natsin, sharoit shuni trebut qilyapti. Jo'natding o'g'lingni, lekin sen aytdingki, mana jo'natganim ichidan kuyinsinki, jo'natganim yaxshi emas. Yo'q, o'g'li qaytib uyga bo'lsa ichidan kuyinadi. Qachon ketasan o'g'lim? Uyga un taom bo'ldi, yo'q taom bo'ldi, o'g'lim qachon ketasan? Xotining quchog'iga yotaverasanmi endi? 4 bor Rossiyaga ishladim. Bolasi xotinni o'zim ham shunday bo'lganman. Uylandim, 2 oy, 3 oy bo'ldi, xotinni tayladim, keldim, haydib xotinni ham olib keldim. Qaradim, vaqti hammasini olib keldim. Xudoga shukr 4 ta farzand mana shu yerga, maktabga, mana shu yerga Xudoga shukr o'qishadi, namozini o'qishadi, dunyovisini ham qiladi, islomini ham qiladi inshaalloh, hammasini qiladi. Universal. Universal. Xudoga shukr 4 ta farzand bor. Endi niyat qullik emas. Niyat bir yaxshi solim tarbiya berish. Yo'q, bir narsa qarangda. Ota farzandini o'zini qorni uchun tur bor deb so'radi-da, yotma uyga, xotining yoniga yotma. Bor Rossiyaga ishlab keldi, uyga ishlamay qolmadi deb o'zini qorni uchun o'z farzandini mardikorlikka, g'ulomlikka jo'natadi-da. Nima deysiz? Men to'xtay, mana katta otam qatori inson turibdi. Mana oldimda turibdi. Nima deysiz aka? Bu bundayda. Nima? Kelib ko'rmaydi, sizni ko'rmaydi. Yo'q, ko'rsa ko'rmasa, hayotda bunaqada. Bir ota bor-ku. Eshityapsizmi, Akmal? Eshityapsizmi? Farzandni majbur qilmaydi, hayot majbur qiladi buni. Nima uchun deganda xotin aytadi-ku, menga bitta ko'ylak olib ber, menga buni olib ber. Otasi qayerda qilsin? Bor, ishlar, xotiningni boq deydi. Hayot shunaqa o'zi. Yo'q, bo'ladi-ku, xotinni olib alohida ketsa Rossiyaga, boshqa otasiga pul jo'natmasa, o'zini hayotini orqasidan bo'lsa-da, yana bunday bo'ladi-ku. Qadimdan qolganda mana 100 bitta ota 100 ta bolani boqadi. 100 ta bola bitta otani boqa olmaydi. Kim aytdi buni? O azalda ota bobomizni maqolasi bu. Yo'q, ota bobomiz har narsa devergan endi, ular gapga ishonadi. 4 ta bolasi bo'lsa ham bitta odam, bitta ota 4 ta bolasini boqadi. 4 ta bola bitta otani boqa olmaydi. Hozirgi ham shu azalda. Bizda audioda tojikda, tojikchasi gapiring. Yo'q, bu yerda 1000 ta, 2000 ta odam tomosha qilib turibdi. Tojiki ham bo'lsa-ku mana. Tojik yozing, ha. Ham peshtar vaqtda ham masalanda 10 ta bachcha o'shada 10 ta bachcha bo'lsa ham yakta padarmi poydagi. 10 ta bachcha yakta padara poyda bu kuchaj namerasa dozi. Jak borama kibinin. Yakta farzand در Rossiya istodagi formekina هم فرزندای خودش نگه داره، هم پیلوس در بالاش پدر و مادرش نگه داره، هم 2 تا 3 تا دیگه بگیم که جیان یازنه و با بیکار او را با نگاه داره. یعنی که همین یک تا آدم کرده استاد است. یک بچه که 16 ساله 17 ساله برادر پای دستان هم پدر لیلا بنی اکنت که چه استاد اگر برابر مدگر هم گپ کنیم مفتگی میشود این چیزی است که اما که این چیزی است که لیلک برابر نیست. این همش در یک دست قرار داره. لیلک
در یک سر پیوست شدگی است. خواهم ایشه می جنبانم، خواهم ایشه همش هم میتونم جنبونده. برای چی؟ برای که همش در یک مزد ما هست. اگر میشه نه استول بشتگو خودشون اویلم نه همین همسایه یک پرده بلند شمته خود چطور کنه میگه برای که او فرزند اگر نگاه کرده تون پدره در وقتش پدر دولت سالم میساخت، این خیلی دیکتاتور را نمونده برآمده میدانو ده کارخانه در پیش خونش میشید که او پدر او فرزند معاش $1,000-1,500 در خونش معاش میگیرید. یک تا پدر نه اگر 4 تا پدر میداشت میتونید که آزاد نگاه کنه. اما شما 4 تا یک پدر میگن که چند فرزند نگاه میکنه. چی دادن در اصل در امو فرزند؟ گراخ، ماش، مکرون، هم خیلی نگاه کردن. یک تا پاتینکه را 4 سال در یک مکتب پوشیدگی، یک تا لباس پاتین، چی دادن در فرزند؟ چی؟ گازن چی فرزند گازن صدا این آدم مثلا هست که حاضر پدر چیکار کرد که وقتش به همونو کلان زده دیقونی کرده فرزندای پایده کلان کرده. چی دادن نخی؟ چی؟ ماش مکرون؟ ما هم همخیل میتونیم ما میتونیم 5-10 تا پدر همخیل ایتر تا بگره ماش مکرون تیر نانا پیش بزدن نبودگی. این بچه ها همین دوستان بیابان اگر کلان خونه و پلان خونه و کیم جو میره پدر و مادرشان نمیدوند که فرزندشان چیکار کردن که بعضی وقت باید چیکار کرد؟ یافته که سوزی نشه میچوک کرد، سیگارت میچوک کرد، عرق خوری میکند، معیشت میکند، اکن چلاق شدن جلب بازی میکند. آخه او همه نمیکنه پدر عزیز گوش که او همه نمیکنه. او یگان انسان شاید این کار بکنه. ما همه را بگیم که سراغ کردن نمیتونیم. شما با فرزنداتون چی دادین در همین دنیا؟ چی دادین فرزنداتون در؟ فرزندان به خانه کم جا کردم، کلین آوردم، حولی جاش بودکا دادم. برای اینکه مهنت که گشتیم میپایم با فرزندوما. تاگاشو ماشین کتا دادم، خونه حولی جاشو خشوله که دادم. گشت از کیف که زمارکم بودم با. کیف کده گشتگی فرزنداتون پرابلم نداره هم خلاص؟ شما ای تاجیکستان ای ازبکستان هست؟ ای کجایی شما؟ ای سمرقند است. دوبش کن انشاءالله همه جا با جا. این شما نچید ای اکما من نفهمیدم دادر این کجایی نمیدادم من کار نمیم برادرم میبیه پیش من. نه اما گفت برادر این کسم فرق نداره این یا ملت سمرقند هم اما احوال است خیلی برادر از سمرقند باشه شما از مشکلی تاجیکستان خبر ندارین یعنی درک ندارین شما من وقتی مایل گازن اکمل جان فهمیم مایل جاکت سمرقند راه شده بود از دوشنبه سمرقند اتوبوس اونده میرفت من مستقلlik شد اسلام کریم بود کلیستو بشیش همه جای جزیر کرد همه چهگره در آبروی محکم کرد 25 سال ازبکستان تربیه کرد 25 سال یک فرزند دنیا بیاد یا دیکتاتور بود دکتر چه بله همون دیکتاتور بود یک دقیقه معذرت اینجا برنامه وقتمون کم است برای اینکه معذرت برنامه وقت کم است برای ما پرابلم سرحد در دیگر جا حل میکنیم ما مشکلی پدر چرا فرزند مهاجر میکنه اکمل جان بله اکمل جان میبخشید دادر اکمل جان جاره که چرا سلامت bu ishxonaga bir birodar kirib qoldi men o'yladim Tojikistondan dedim shom bo'lib qoldi bu ishxona birodarning ishini hal qilay shomni vaqti bo'lib qoldi Alloh sabr bersin xo'p xudo nigahbon mayli yo men kiraman kirmayman eshitib turaman mayli davay sog' bo'l xo'p mayli o'chir davay o'chir davay xo'p sog' bo'l turib men ishimni qilay برادر السلام علیکم سلام علیکم و رحمت الله امیدوارم که خوب باشین الحمدلله امیدوارم شما هم خوب باشین اکا تشکر زیاد از موضوع با خبر هستید بله نو در اومدم تماشا کردم یک همون سلکت اون بود در اومدم انشاءالله اویله دار هستین بله فرزند است بله خدا را شکر 3 پسر 3 تا پسر
در توجیکستان هستین یا در روسیه؟ نه یکمان روسیه ده. فرزنده اویلو در پشت است یا که در توجیکستان؟ نه که توجیکستان ده. چند سال در یک بار بگیم که چند وقت رفته؟ یک سال در رفته چند ماه در توجیکستان هستی و باقی در روسیه؟ روسیه که خیلی وقتی که اومد من پاندمی شد رفتن نتونستم. نه همین کلان همون میره میای خیلی این سالش نگو همین بگیم که پراتیژنی که همین 4 سال است مهاجرت در 5 سال شد همین در یک سال چند قش در توجیکستان هستی در همین وقت و چند قش در مهاجرت؟ وقتی که پیش از مثال پاندمی راستش من نیومدم چند وقت نیومدم خیلی پیش وقتی میرفتم میومدم مدت 6 ماه من خونه دمیشیدم یا ماه 2 ماه خونه دمیشیدم با برگشته به خود مهاجرت برمیگشت. یعنی یک سال ده 2 ماه در خونه 10 ماه در مهاجرت؟ نه 6 ماه ده. 6 ماه در خونه این 6 ماه در مهاجرت. 6 ماه روسیه دمیشیدم مهاجرت دمیشیدم میرفتم 2 ماه خونه دمیشیدم با برمیگشتم میامدم. یک سال ده 2 بار رفته بله. یعنی که یک سال ده 4 ماه در خونه 8 ماه در مهاجرت. بله. پدر زنده سلامت هستن؟ الحمدلله پدر مادر هستن. چند تا فرزندین در اویله بود؟ در اویله که جان 9 تا پسر 3 تا دختر. همین ای زندگی دروزی هستی؟ ای زندگی خیلی الحمدلله خدا را شکر که زنده ساق سلامت هستم. نه که به هر حال زندگی قین است. یعنی همین پدر خودت چی نقش بازیدگی است در حیاتت؟ چه خیلت دوال نیستی که مامی غریب شیدگی مثال در همین نمیدونم در کدام کار باشی عموما همین زندگیت غریب شید همینجا پدر یگان اکاجان بخشش یکم برمان وابشه چی میکنم میبرم مقصد برنامه شما را بسیار گوش میکنم. حسین اشرف مثال اکای سلمان مثال همش گوش میکنم لیکن در او من وابشه علاقه برآمدن نتونستم از سبب نمیدونم چیشون بسیار بود مقصد چی آدم بسیار بود لاینید بود لینا شما دا خیلی تیز من مثال درآمدم سرازا مثال رفت. سببی که پدری من چیکار کرد باور کنین اکاجون پدرها یعنی دیلشون این خیلی پورا هست از سبب این حاضر در حکومت ما عدالت نیست. یکمش قطعی یگان مثال خیلی فهمونم وجود ندارد عدالت برای که فرزند میبره ای خونه برن او تو آمدن فرزند جگراش پورا میشه که او فرزند ما آیا سعادت و سلامت به خونه میدروه نمیدروه. نه پدرها میگن که خونه که برا مردی کاری میگن که روی میکنن بچه‌ش. یگان پدر ای مجبور فرزند روی نمیکنن. سبب داره همش. چی سبب؟ سببی که در توجیکستان یگان درآمد نیست. یگان درآمد در همین توجیکستان درآمد نبودنش همون پدر خیلی گناهکار احساس نمیکنه که ما باید همین سیستم را حلش میکردیم ما نباید بگیم که خیلی میموندیم که امروز فرزندان ما غلام شدین. حاضر خودت مثال گیریم چی تصور داری آینده 3 تا فرزند داری خیلی بود خدا بود 3 تا دیگه آیا همه مردی کار میشوند یا که با قد امکان حرکت میکنیم انشاءالله وطن آباد کردن در کار خیلی که هست این چیرا رژیم گم کردن در کار که ما فرزندان آینده طور یگان زندگی خوب به دست بیارن. چی بعضی اولادای رحمانوف یا که بگیم که همه رحمانوف در دورترین انسان میگیریم که گوسفندای رحمانوف وانی میکردگی 10 مرداش جیان خیش تبار اما و امکیاش یگانتش مهاجر نیست 10 مرده رحمانوف یا که نبیرش 10 مردش
ё ки намедонам як дигар инсоное ки ҳастанд як ҳамин даҳмардошон даже хеши таборои даҳмардошон муҳоҷир нестанд. сабаб дар чӣ бошад? як инсоне ки даҳмарда аст, фақат ба кӣ даҳмарда аст? ба раҳмонов ё ки ҷиян ё ки амма ё тағои раҳмоновда даҳмарда аст. ҳамон инсона на хешиш на бачаҳош мардикор аст. این معلوم است 100%. معلوم است که دولت در دست همون کسانی هستند که او چیزی بخواهند مثال با او تعمیر کرده می شود، با اون انسانی ده مرده تعمیر کرده می شود. مثال ما حاضر اگر بگیم یک جو زمین بگیریم برای یک مثال برادرم یا یگون کس چندین مقامات چندین چی داو میکنیم برای یک پودپیس چندین هزار سومون میتیم. او در زیلیون سویتافور میگه مثال میگه که ماندن خیلی زمین در کار با فلان برادر من با فلان چی او همچون ده مرده گپش میگذره مثال با اون لوبوی زمین بریده میتن به یگون داودا میگه همین سیتواسیون را دیده حاضر همین حالات را دیده خود چی تصور داری آینده خود تنه آینده فرزندات چی تصور داری همچون پدر گفتم با میگویم که حرکت میکنیم ان شاء الله این رژیم از بین رود و یگان چی کنیم دولت آباد یا سالم ساخته فرزندان ما مثلا مواجهت نویم همون پدرهایی که همراه خودشون فرزنداشون را گرفته میارن با مردیکاری امیلا چه قبول داری خودت همچون جوان میشود روزی که تصور داری که روزی از دست بچهات بگیری و خودت همراه بیاری در غربت رستی خداوند این روز نشان ندهد برای چی که عذاب ما کشیدگی در اینجا مثال نمیخوایم فرزندان ما خیلی عذاب کشن پیغام داری همون پدرایی که همراه خودش فرزند چه میگیره میاره پیغام چی پیغام همین پیغام است که این فرزند یک چیزی است که مثال خیلی که ما برای فرزند دلمون میسوزه یگون مثال تو میگم اگر در پای خودت مثال یگون خور نخله درد او چیز دیگه کس نمیفهمه مثال وقتی که خودت این چیزا که پدر شدی بعد احساس میکنی من فکر میکنم که او پدرایی که چی فرزنداشون با قطیقشون بررسی میارن او بسیار خطا میکنن اگر که حاجی پدر شما ببرویه و شما دبگه که تو چرا قطعی او میبروی گپ میزنی گپ نزد در کار نیست همو کار تا دوام دادن بگی چی جواب میتی برادر نه انشاءالله پدر من این سخنها رو نسبت هر سخن اگر بگه چی جواب میتی برادر من در این چیز تیار نیستم جواب دادم برای که من نمیدونم مثال یکم بار گفته هستم که من یکم بار مثال انا او یک دقیقه خبر دارم ترس من نمیدونم میکشویه نمیکشویه مکالمه اینترنت ضعیف تر است برای کوشش میکنیم که برای شما پر کنیم میکنم یک پدر سینی فرزندش میگه که برا میگه تشناب خونه یعنی حاجت خونه موسرکه یهودا توزه که یعنی زیدی دولت گب نزه یعنی ما از این رژیم دوالنیم راضیم ما میگه زندگی ما خوب است میگه تو میگه احمق کی زندگی ما را گنده گفتیستی اگر پدر شما ببرویه بگه که ترا کی میگه که زیدی نمی رژیم گب زد دولت تنج است خدا را شکر که کار کردستی رفت اومده استی خونه آباد دوری همه چی هست بگه چی جواب میتی در من نسبت پدر یگون سخنی گنده گفتنی نیستم به هر حال من شما گنده نمیگین یگون چی گنده نمیگین شما میگین که نه این راه درست است برای که
شما باید پیشتر این کارا میکردین که تو که ما مردی کار نشیم. نه که اگر امروز ما نکنیم فردا فرزندای ما مردی کار میشه. من نمیخوام که آینده اشیبکای خود ما تکرار کنم. برای همون من ایرا هم نمیگردم. من میستم که تا که نسلم غلام نشود. یعنی این جواب میده یا که میگه که خب پدر عزیز تمام میخوای که ما غلام باشیم پس ما خاموش میسیم پس نه تنها من بلکه فرزندای ما هم غلام باشه. من خب قدم اینمی ای پای مردی کاری میشه. یعنی چی جواب میده کدومش اکا جان اگر پدرای ما همه پدرای بزرگ اگر آزاد باشن سخن آزاد گفته بتونن هیچ وقت این سخنو نمیگن نسبت به فرزند. نه اگر در یگون چی باشن مثال یگون مقامات او را ظلم کنند در پیش ویدیو یگون گپ میزنن همون مقامات برای چی میره او را ظلم میکنه؟ سبب چی است که پدر میاد یک انسان پدرش ظلم میکنه که فرزند گپ نزنه؟ سببی که فرزند آزاد میخواهد مثال فکر عقیده خودش آزاد بیان باید نه همون مقامات برای چی میآید؟ پدر یک انسان غم میته که فرزندت گپ نزنه خپ کنه ما یعنی که همین خیلی دلشی کیفاوت کرده گشتن بگیریم. برای چی میآید همون مقامات بالای سرش انسان؟ برای که ای حکومت باوری ندارن. حکومت این حکومت ساختگاری همون مقامات همون حکومت هست همون میآید یعنی که از انسان حکومت میاد خونه پدر تو ظلم میکنه پدر تو را به سرش زوری میکنه که فرزندت خپ کنه تو که ما دلش هم خیلی کیف کردن گیریم یعنی که دخالت نکنه. برای چی همی کارا میکنه اون مقامات از نگاه؟ برای که این منصب از دستشون نرود. مثال میدونی برای چی؟ گپ زنین اکا جون گوش کنیم. برای که او نمیخوان که فرزندش رنگ ما مردی کار باشه. بله میخوان که او برای دفاع فرزندش اومده خونه پدرت حمله میکنه اما پدرت برای دفاع فرزندش عتوه داده نمیتونه. میگه که بچم خپ غلام شه مون یا خوردن مون بچه‌هاش بخرن مون دلش دیگر کیف کنن بگردن مون تو غلام شه فردا بچت غلام شه و مون بعد از اون نبیرت غلام شه. پوست ما همی گفتیم گپو فامیلیامونا غلامف میکنیم علیش میکنیم فامیلیامونا کل روز غلامفو میریم و یا همو شهود بالای سر ما چکار کنن بیستن فرزندشون بخرن. اگر که در این حالت مثل پدرت هم پدر ما هم دیگر پدر مثل پدر هم میخستن که میگفتن چکار کردی چی با بچه ما غلام میشوه بچه تا گنرال میشوه چی با بچه ما غلام است. ببین رستم پدرش ببین چیکار کرده ایستاده است. امام علی پدر رستم است گنرالش کرد میری شهرش کرد تمام شرایط برای فرزندش مهیا کرد هزارها تاجیک کشت هزارها تاجیک زندانی کرد که تو که رستم نه خیلی کیف کرده بگرد. اما پدرای ما چیکار میکنن؟ گفتیم گپوس کورس زدنی خدا میزنن میگه بچم خپ کرد بچم برا غلام شه. اگر که امروز تو خاموش بیستی فردا به سر تر ظلم میکنن که تو خاموش بیستی و فرزندت غلام شه. اگر تر مجبور میکنن پیش فرزند تا بگی دهنش پوشه فرزندت اگر او خودش فرزندی تر دهنش پوشیده نمیتونه برای که فرزندت نخیر رنگ مواری میبروید نیکی ظلم میاد دتو میکنن تو که تو پیش رای فرزند تا بگی که فرزندت دخالت نکنه او کیف صفا شد. امروزه خاموشی تو که ظلم نشوه برای پدرت فردا باز فرزندت مجبور میشه خاموش بشینه که در سر تو ظلم نوید. این ظلم همه وقت میوید در سر. اگر فرزندی باشه که رنگی نه ما که گوش نکنه دیگر بگه که گرانیتسا تمام نمیجه بوچی کومت که گفتم پروتیفی ماین ایمومالی یگون کمبودی نداره در باری ما نخ میگن ایمومالی را بگین کلی سویت ایمومالی را بگین پیشوا دوره خونه داورد نیست میگن ایمومالی را بگین چی مرا میگن پیشوا دوره ما دشمن ایمومالی هم برین ایمومالی را بگین خونه در روغن نیست برین ایمومالی را بگین آخه پیشوا دوره چی مرا میگین. آنها خیلی عطویت میته در خونگی و شونو اینه میدون نه سخت میگیرم میست اگر خیلی تام اگر خیلی دیگر انسانو هم وقتی که این همی عطویت تبتن سوید نیست ایمو مالی را بگین پیشوا دوره
او قدر قهرمان زور چی بس سوید نداره روغن نیست برین امام علی را بگین رستم را بگین انتخاب کردین که شما از فرزندتون دیده او را انتخاب کرده استودین برین پیشش اگر اینات تناتی فردا اگر فرزندت مردی کور شود باتی یک سوال بتا که پدر چی با ما مردی کورم یا که بگو که من بچم قوای کوری نداره دیگه بچم پول روی که خونه داورد نیست یک گپی سرت بگه چی جواب میدی خب به هر حال انشاءالله احتیاط چی میکنم حرکت میکنیم که زندگی خوب به دست بیارم این همه ها زینم پدر از سوال بته بعد از همه جبرات سوال بته پدر چی با دیگر انسانو گنرالن پالکونیکن بچه هاشون همه برن در تمام وظیفه و جیب دورن زندگی دورن میخونونن همه چی را کردن همه مثل یک توجیک است یک آدم است چی با همه آدم برای فرزندش کرد چی با ما مردی کرد چی با تو در رقابت نبرومد یک زنگ تلفنی دیگر هم است السلام علیکم السلام علیکم رحمت الله و برکاته ولی ما در استودیویم شما در استودیو نه آوازتون در استودیو خیلی مالش من گفتنی بودم که در پیشوای ملت چاپلوسا استعفا کند دفع شود رود بس از دزدی بس از غارتگری بس از آدم کشی بس از آدم را برده پشت پنجره محکم کردن و در تاجیکستان خمیره دزدیده رفته استین اکجانه مرغا را دزدیده استین ای گشنگی مردم ها دیگر چیکار کنند دفع شود همون رود استعفا کند خب مادر عزیز پدرایی که فرزنداشون همراه خود مهاجر مردی کاری میارن شما همچو یک زن میتونین که در نمیدونم همون مردکی که همون فرزندش مهاجر میکنه همچو زن همون را مرد حساب کرده میتونین همون خیلی است بگیم که همون خیلی خیلی مردهای هستن که اکو ای دست ای ظلم و کثافت عاقی پدر امام علی مجبورن که بیارن خیلی فرزنداشون وای میکنن مهاجر میکنن زنها را مهاجر میکنن و در تاجیکستان که باشن اگر زنهای هم تجاوز میکنن میپرتوین و بچه‌هایی که سعادتایی که در چست هستن وای هم یک طرف معید میکنن یک طرف دیگر چیکارای نمیکنن بفرمایید اسفندیار. سازی نداره پردیس و کدام یک تا این امو توقت کنه امو تخمینه آزادش رفته خودش خسرو نکنه 5 میلیون دلار و قطی مادر عزیز اگر که همون مردی که بگیم که حمایه همون اویله خود چه فرزند خود چه کرده نمیتونه بگیم که فرزند که همراه خودش مردی کاری میاره همون مرد از همون نگاه خود شما زن همون خیلی مرد میتونه همون انسان که دفاع کرده نمیتونه اینا مثال گیریم من میگم که همون انسانایی که برای فرزنداشون کرده ایستادن برای خاطر فرزندش تیاره که تاجیک شه بکشه برای خاطر فرزندش تیاره که گنرال شه فرزندش لبای تاجیک بکشه لبای تاجیک مردی کار کنه برای فرزندش میر شهر کردن دیم انسان در پارلمان کردن تیاره که لبای تاجیک بکشه لبای تاجیک لبای کار کنه سویت چنه قتل کنه برای فرزندش تیاره همه کردن که همون پدرایی که برای فرزندش تیار نیست میترسن ای دستکش میگیرن میگه بیا بچم رفتیم مردی کاری
یعنی هم خیلی مردک شما چه خیلی تصور میکنید، چه خیلی مردک حساب میکنید؟ من این خیلی مردکا را حس میکنم که همچون زن حس میکنم، لیکن نه تنها برای مردکا من میگویم ای مردهای تاجیکستانی ها، ای زنهای تاجیکستانی ها، خیزید چشماتون را کشایید، هوشیار شوید، این خونخور خون مای خورد، خیزید به پیش باز هم به پیش، این ظالم نیست کنیم. انا خب هموطنان عزیزم کمی از شما منظرت میخوام که گویم یا پرسته ایستاده است یا کمی چسبیده ایستاده است. اسفندیار همیشه ده بوده. اسفندیار چه هم کنی بانکا پرواز میکنه، تو یک قدر است منظرت یک ده. السلام علیکم. و علیکم السلام. امیدوارم که خوب باشین. خدا رو شکر. دوستم همین چند برنامه و همین پاشتی پاسترات میگونم که همین برام گاب زنم این آخر هم سراتتون قبول شد. رحمت خواهد شد. همین اینقدر همین در تکا استیپینی کراچی دواد دوتیتی نشید نو کمتر توجیکی انتر گاب زنم باینه با همین تمامی زبانی که روی دنیا دست صحبت کردن گیرین. همین اینقدر در توا همین بچه های خودمون بیناموس شدگی که من همه در نظر ندارم، هست مرد بچه هایی که راست همون جونش دلیل نمی دارد برای مادرای، برای وطنای، برای اهل خودش. یک دویمش این که همین میبرون ای من این تو من اون تو حقارت همون مردایی که همون چیزی مردی که شما داریتون همون دیگه کسایی هم دارن، همون حقارت و دشنام و دیگه چیز دیگه کس هم کردن نمیتوند، لیکن کمتر همون مردی دست رو گرفتن در کارو مرد بودن در کارو باید تیمه با نه بلکه. خب امیدوارم که هموطن عزیز شما از برنامه ما خبر دارین موضوع ما چیه؟ من با خبر نیستم. من درامدن پروسه یک دوتا بچه ها درامدن بهترین این خیلی باشه. اول ما شما را آشنا سازم با این موضوع امروزه ما. موضوع امروزه ما این است که چرا پدران فرزندان خودشان به مردیکاری میارند، چرا حکومتدارا را یگان تا فرزندش مردیکار نیست. همین حاضر من شلوکی کرده میگویم شما بکی همین من پول دارم بچه من خیلی که خواهم من همون ابیسویت شمام اتاش تو همسای من گوشنه بچهش لباس ندارد، بچه پایافزار ندارد، بچه خود خوراکی ندارد. منی گفتی ورسای کتا پابرابانو. اگر که همسایتون هم ایچی داشته باشه و شما نداشته باشه، انا همین به گب میرد که همون همساییم من پریزنواد نمی کند. برای چی؟ برای که من میگوید همه وقتی که شما برای مثال عادی همین شما بینید اگر همون ویجدانتون بردارد که کوچه گذشته رفتاسی پاچه لوچ میبینید، بچه گوشنه میبینید، برهنه میبینید، اگر وجدان داشته باشه دستگاه میکسیتون پول باشه هم با یک سوم خیر میده یک لباس خریده میتید. حاضر است که یه بار گوش کننده هموطنی عزیز، من همون پوچه لوچه دیدم، انا گویم که فرض کردیم گوشنه را دیدم، فرض کردیم و غیره ها را دیدم که امروز من خسته زیدی انما حکومتی که همون بچه را پایلیچ کرده است، همون بچه را گرسنه کرده است، من زیدی او خسته حرف زده گفته استودم که تو دیگر عاقبت این ملت یعنی که کنترل کرده نمیتونی، استعفا بره.
که چرا تو مسئولیت بردوش گرفتی، چرا با شیر نمیدونم مرغاوی و با شیر اوچش با شیر خر خوتی که گوساله و تمام شیر قسم خورد برآمده که امروز و آینده ملت بردوش میگیرم و تمام فرزندای خود چون آورده از در اونجا بالا و دیگر این ملت اونها باید اتویچت کنه در این کار، نه اینکه ما بخیزم هر گشنه را دیدم پول دادم بگیرم. امروز میگن که روسو نیدای ریبو میگه او چی ریبا چی دیگر ما مای دادن بس کردگیم، ما مای قپی را یاد دادیم موده ببرو طلب که دوستان همین مقصد گپی من همون بود که همون بیچاره بیکس همونو به پریوات شدگی من شما دیکس راست اگر من الان مثال عادی اگر من فرزندم ابسپیچ کردن نتونم از پدر شدن من همون یک من نمیدونم چی گویم چی فهمونم که چشمی بینو در کار که بیند حس کند دردی مردم حس کند دردی بیچاره کمبغل حس کند. $80,000 در روی کشی همین بیگه درمونم دیدم میگوید که $80,000 از چاکی رو خزینه جو کردگی چل وای بسکشو با زچیم تو همه $80,000 برد یک بیچاره کمبغل تو خودت راسته نتونی همون شایکای گرد و گوشه سرتی را کشلوک من باوری دارم که کشلوک های هست که در یک سیویلیزاسیون نیست در تاجیکستان نمیدونی اتکاب کرده نمیتونی گپی زدگی با همین گپ رو اتهم برومن همونه میگون شاید این در کجاست که از دیگر قشلوق و دیگر قشلوق معلمه بخر اومده طلبه درس میده اخیر گوش کنید یک چیل من از رایون پنجکین رایون پنجکین همه پنجکین یک قشلوق هست سیاسویت موریون هست سیاسویت موریون سیاسویت موریون 12 تا قشلوق دارد 12 تا قشلوق دارد دالش بلیج گرانیتی O'zbekiston با قشلوق فراب گفتنی جو هست موسو بازار گفتنی جو هست راهچ گفتنی جو هست که ویس همون تیلایی که می برد از داری همون وی زرافشان همون قشلوق با رشنه گفتنی جو هست همونجور سیویلیزاسیون نیست بعد همین احوال دیده یعنی که همین مردهای همون منطقه عموما پنجکین همین خیلی احساس میکنن خیلی یکان خیستن طلب کردن یعنی یا که همون نو که همین که دارن که خب بشیم طاقت کنه شکرانه کنه همین را نو کرده یعنی اولاد با اولاد کردوات کده رفتن میگیرن نسل با نسل چه هست همین همه فکر شما درست همه فکر شما درست که خب کنه نازم میشد نمیشه برای چی نمیشه برای که از دلو گرددار آدم ها هستم خب نیست از یک دقیقه هموطن عزیز همینجا یک اسفندیار گفتنی انسان هست انا گویم که نمو یکی از اسفندیار کردی برنامه به تماشا منم همون مرد باشد که اگر همین کوریتنی میگوید که کوریتنی از در ما کوریتنی بیرون برومدن اکو وای به نیمیز برای که تو در تاجیکستان من در میزنم در کشا اگر من مرد باشم حقیقت گومگه من در میزنم ویز تاجیکستان وقت که تاکسی دارید اینه حاضر همین انسان در همین خط علاقه هست باز آمده است که میخواه نوشته است که من میخوام که از رحمانوف یعنی که از سیستم که هست در این حال من راضی هستم من میخوام دفاع کنم یعنی که شما در چیزی بردنی
Anakme göç gibi. Ma vakti söhbetay ma bisyor. Göç karma vakti söhbetay vay bespalezni. Barayçi bespalezni budana. Barayçi kame nur. Girdik katak ve dar mezene dona me parte me kurat gaçtı medera tuh me kunat. Gurgu şer çıkarma. 100-150 тысяч километров за свою добычу добьется, чтобы получать добычу. Ma vakti girdi hanım. Приятник به داوودان گرم من اگوجو میفهمم. خب شما همون انسانایی که یعنی که همون فرزنداشونا آورده مردیکار میکنن، یعنی چی تصور دارین هم خیلی مردوده؟ چی گفتنیه؟ خدا به شکر من فرزند کلان کردوسم و اتک من هم میبینم سیستمی که حاضر گاب زدوسم سیستمی که رفتوسم کراچی مثال دینه بیگه برنامه بود برای چی معارف به گاب رفتم اونجا بچه بسیار برونم بسیار سرگوتای ناز کردم. وقتی که شما فرزند نتانه میپرسید کمال خوجانده اگجا من بگود اخوجان بودگ استیام بود و چخیل و اخوجان بودگ استیام بود فرزند نتان سنفی 8-9 میخواند شما سوال میده کمال خوجانده اگجا میگه اخوجان بودگ استیام بود پشت پنجشنبه بزرگ انا تمام کنه талом ки как бы был образование, вот был средняя школа. Чуть не то, короче, блин, پدرش از سبدار و مادرش از پولچکو. خودش از پنجشنبه. معلومه که برای انسان образование ندارد обычный سوال میکرد در شما جواب داده نمیتواند. اول خدا رو شکر که نه راستی هموطن عزیزان برنامه ما مکتب نیست، برنامه ما چرا پدر فرزندش مردیکار میکنه، یعنی این چی است اصلا؟ این چی خیلی ناموس است در هم پدر، چی خیلی در چشم هم فرزند نگاه میکنه که فرزند آورد مردیکار کنه. حاضر سیستم به باور کنید как-то никак не разберешься, но говорю, что я гав дураки без полбутылки, короче, никак не разберешься. Уже اگر نمی اسفندیار پول بطولکا گرفتگی از اوزی قطعی اسفندیار مو разбираться میکنیم اگر نیفیل باشه. یگان گفتنی دارین یگان پیغام دارین با کل همین مردم ها. همین مردمه که مرد و همون بدنش خونی گرم دارد، خونش میجوشه، میبینه تو против тебя, короче, если میگوید که رفتی آب بزن، نه، если من اگر خواهم я против течения иду. Почему? Потому что я по течению не могу идти. Я против течения иду, чтобы добиться своего. А так, 15-16 abda hajda sofri уже дальше чему? Он hiç inanmıyor. Teşekkür ederim. Asıl judo bahçe böyle tavalmışlar, çalınmışlar. Nami beni kirini bahçe nami beni çıkmıyor. شما تصور میکنید که فردا فرزندتون مردیکار میشود؟ من نمیخواهم که مردیکار شوم. میون همه بنده نه انا بگیم کل مردم پنجکند ما از همه نامی نمی اکم که از پنجکند است، یعنی منطقه پنجکند خیلی بهترین پنجکند بهترین جا است، یک منظره، یعنی که جای انسان های جای تاریخی، یکی از جایهای تاریخی تاجیکستانی منطقه پنجکند است. کل مردم پنجکند چی ازبک دیگر ملت هایی که زندگی میکنه از نام همه اکم میگم میان تونه بندن تا که فردا فرزنداتون غلام نشود دیگر. خیزن همون رئیساتون سر کنین ایواز کردن، خیزن معارفتون ایواز کردن سر کنین، خیزن از همونجا سر کردن گیرید. Все уже продажные стали, продажные. Вот, Вale. Есть. Если ты продажная шкура с собой ни о чем. Когда, если говорит,
Если был бы морковка, я бы воткнул бы тебе в пятую точку. Что фамилия это мигатана? Bale, bale, bale. Если был бы морковка, я воткнул бы тебе в пятую точку. Ana, Imom Ali dai payg'am برای امام علی است. امام علی رحمان اینای چیزایی هست که مردم است که نمیخوان دیگه آیندهشون یعنی فرزنداشون مهاجر باشه. امام علی جای کار که تشکیل کرده نتونستی، یعنی فرزندای یا نمیخوان که دیگر مهاجر باشن، میخوان آخران پکلین مهاجرت، یعنی که همه خودشون هستن دیگر نمیخوان داش پکلین آینده با مهاجرت برود. تشکر زیاد نه هموطنی عزیز. انا سلام علیکم. گویم که برادر السلام علیکم و رحمت الله. آقا صبح خوبی؟ میشنوی نه؟ یک دقیقه از یک دقیقه بسی باز سمو السلام علیکم. سلام علیکم. آقا اسفندیار سازی تنجی سلامتیت خوبه؟ السلام علیکم. با علیکم سلام. میشنوی مرا نه آقا؟ سازی ندی بابایشون. الحمدلله ما شمسیدین میشون هم نیستم راست شگون. همین اکریش الحمدلله موندیم. سلامتی خوبه بابایشون. ایشون نیستم آقا شمسیدین اون شمسیدین دیدیستی؟ میشه شما پرسید. نه ما قطعی خیلی صحبت کردستم. استانایف کجاشی؟ شیفی کلو خیرش پس ندیدم گفتم ایشون نیست. نه ایشون نیستم آقا. ما معذرت. سلام علیکم آقا. و علیکم السلام. معذرت ما از دیگر اینترنت داخل شدم. کمی همین اینترنت ما شیشیده ایستاده. یا دقیقه ممکنه من گپ زنم؟ یا دقیقه خب حاضر یک دقیقه شما میگم که انا اجازت از موضوع با خبر هستین؟ از موضوع راست یکون کان تر خبردار هستیم و خیالی صحبت میکنم. ما شمسیدین اونوی برادر که در واتساپ هستین یک منوت شما توقت میکنین از اسفندیار قطعی باید گپ میزن. میخواد بفرمایید از موضوع با خبر هستین؟ فهمیدگی موضوع پدر و فرزندم چی با پدر فرزندش مردیکاری میاره؟ این چی ناموسی پدری هست؟ خیلی برادر که راست شگون مرا هم همی پدرم همی رسی آوردگی اینه چی تصور کنید؟ اینجا یه پدر مثل پدر اولی گناهگار کردن این کلی کم ترخیب کردن در کار نیست برای چی که خطاگی هست. خطاگی پدر در نیست اینجا. بله علاقه چطه همین التماس همین حکومتی ها در برادرای خان همین پلوی که خرج کردستین در می علاقه ها قد میکنین برادر خلق قطعی باشین خلق شما را روی دست میکنن که خیلی روزو کار کردستین نمونه صحبت کنیم ای شما داد مینوستون های شما هم برادری موینه که کانتر شما پروتیف تیچین یعنی گفتی برادرو رفته استینی فایده تون نداره بروی مردم قطعی گپ زنیم اونم فرما کتونه پوشید کاغ نده روی این گپ زنیم یکم جوش نیست که شما هم فرزند یعنی ملت توجیکین دوستمون باید مسئله رو حل کنیم. خب امیدواریم پیغام شما را گیری برادر عزیز.
آیا شما فردا فرزندتون میارین با مردیکاری؟ نه که انشالله همچه فرزند تصور دارین؟ نه فرزند همین پدر ما هم نمیخواست مرا بیاره. تو میدونی که همین پدر ما هم تو بی ما یا بر مسکو رفتگیم هم مسکو ده روز شگون چی شدگیم کمتر گوده یاش ده یاش فریم کردگیم چطش خودگیم گفتگیم بو قریب پستاویتون کردگیم قریب ترمه شدگیم زدگی ما گفتگیم پون خیلی بچه یاش نه مکتب تام کردگی هم خیلی بعد همین خونه رفتم دیگه پدرم مرا بسیار دوست می‌دارم من خیلی من باید دوست می‌دارم برای چی که پدر یک دنیای من میتونید که پدرتون شما را روسیه نیاره همون تاجیکستان دا ببروید در رقابت میبرومد سیاست دا میگو که ایش معقول نیست ایواز میکنیم ایش معقول نیست ایواز میکنیم یعنی که شما روسیه نمیومده خیچم روسیه نمیومده یک زندگی گیم که در تاجیکستان یگون کار میکرده نمیدونم خب هرچی باشه که در وظیفه یگون نمیدونم همین کاری که کرده ایستودین در این یول همین را در تاجیکستان میکرد میتونست کارا میتونست نه که پدرای ما مقصد خلق ما بسیار خلقی صبر کننده بسیار خلقی بسیار اینا بگه که همین 100 روز توی باور میکنن حاضر شما بعد تجربه پدر یعنی که چی تصورات دارین هر گوی اگر همون نسل فرزند نگاه کنید چی تصور میکنید شما دا اوزی وقتی هست که باید بروین ایواز کنید یا که بازم صبر کردنتون در کار است که تو فرزند با مهاجرت بیاید نه ایواز کردن در کار برای چی که عمر ما مثل رنگ پودینه نیست که و هر روز ساوس شوم یا برمیوی تمام پگا نیستی همون پدرایی که فرزنداشون آوردن یا آوردنیان یا اینکه نیتی آوردن دارن تو که زندگیش خوب کنه تو که یک خونه بسازه یا اوچسکه بخره و باید بیان قطعی فرزنداش کار کنن و پولا کار کنن روان هم اوچسکه را بخرن یعنی چی پیغام داره چی گفتن این همون پدرها که چی بگم پدرها بگم که فقط همی نزدیک به خدا شدن در کار یکم فراموش کردن در کار نیست بعد وقتی که همی نزدیک به خدا شدی بعد کمتر روزه همون چیزی که خدا گفتگه همون را که طلب کردی خدا همه چی را ما راهش نشان دادگه انا را که طلب کردی برادر بعد توغری میشه خیلی نه که برا زمین بخر برا کرپیچ بچین گفتی گپا چیز کس عمرت میره و این اول میایم و یا گفتی گپا چیز نه که حاضر همه حاضر نمیمونه وضعیت همه چی کنه بینه وضعیت همه خیلی مردم اوزه دیگرگونی میخواد همه میخواد وقتی که مردم خواست یک گم ارمیای جهان اگر حالی پدرتون بیایا بگه که پدرتون بیایا بگه که گب نزا از حکومت با من مثال گب زدن فشار آوردن فرزند در برنامه ها میبرمده است گب نزده است خب که بگه چی جواب میتین در پدر اکا من شمسدین برای هم بیا اول برشیناسیم برنامه حق و باطل لبی حسین اشور فپرس من همون برامدون هست اگر شما اکا من خدمم تماشا اولی ما گم میزنم یا دقیقه من همون دینا در اولی برنامه همین موضوع دا گب زدم فشار هست وجه یا هفته شید علاقه دا برامدن نتونستم دینا حسین اشور قطعی من گپ زدن نتونستم همون مقصد چی شد کانترکت صحبت کردیم دیگه صحبت قطع شد یکی فشار هست همین هم یگان خیش تبارو تلقه کپ شدن تلفون شونه نمی بردارم یکی ما یا باش میگم که ما یه حالی با یه دقیقه که برادر عزیزم ببین اگر پدر بگه که بس که گپ نزد پول کرست اگر گپ زدی دیگه ما قطعه بچه ما نیستی یعنی بینمون تمام اصلاوی همیمونه چی جواب میتی در پدر؟ اصلا برادر برای ما کرست نیست برای ما انشاءالله بیرق اسلام های پدر ما گفتستم خو ما گرومداگی ما گوش که ما ایروزی 24 باشه ینور برومداگی ما میالو قدر ما نمی خیلی برومداگی
ما گپ زدم که ما برای چی برآمدگیم که برادر بمی اشکای مادرها و او رفیقان مردم ناموس ما در وجه دیگه نیست. ما خواه نیستم اکا میفهمی. این آمدم ولی ای کار آمدم کمتر خوجگی دارم. همینجا ششتانکی 1 ساعت هم خیلی دم که خستم که برآمد خطای رفتم. تشکر که پیگیری میکنین میدروین و فکر انشالله همش خوب میشه. پروستا چه بگم ما برای خلق ما گفتم که ما شمس‌الدین ما برای خلق ما ابیشت کردگی منم ایم 20 چندم که ما برای خلق تصمیم گرفتگیم که انشالله بعد نه پول در کورای نه بویگری در کورای. اگر مثل گرانیتسای مکزیکا و امریکا هم خیلی پول روز همون 300 متر گرانیتسا شده بیاد دیگر گفت که همون گپو پیش راه گرفتن نمیتونم پریود باید دیوار نه همین ما گفتم کو همین ما زبان دادگیم سخن کردگیم اکا سخن ما مردکیم ما گفتم کو کام حیاتی ما ولی از سیلکات روی میکنم اکا همون نمره ما 951 631 98 31 همون دا بعد تایواز شو ما سیلکات روی میکنم کمتر ما همین روز یک چیز روی کردم باز شگو مقام کامپیوتر تلفن نمیفهمم خیلی گمی کفاش نشیدیم همین چقدر بگی ایتوش یا چی میبروید اکو با یاد گرفته استیم ولی این بی خیلی گاب میزنیم همین را مقصد یاد گرفته استیم ناو مقصد گاب که همین برنامه تون دیدم گفتم که اگه برومیت با قطعی شما هم صحبت کنم با ایو جدین نموندن گاب زنیم ده پروستا فشار وردن خونه ما ده کمتر نه نمی جای پول روسی نمی اجازت های همی دیل تا خولی که در اینجا گبزه در اینجا واتساپ هم زنگ تلفن هست. خب برادر از یکون گفتنی پیغام با پدرها که آینده پدر شوها داشته باشی که مثال چی باید کرد برای مسئولیت فرزند مردی کار کرد یا که فرزند یک راهی بگیم که یک زندگی خوب شرایط مهیا کرد برای شرایط خوب کردن یعنی که باید پدرها مردا باید فیدایی کنه یا برابر قربان نمیشوه فیدایی میشوه که تو زندگی خوب شود برای آینده چی پیغام داری برادر؟ انشالله همین دیوم چیز موضوع شایی که مقصد دیگرگونی کردن در کار ما همین خویش ما میگه که به یکون کشوکش شود باید به کشوکش شود به یکون کشوکش نه اصلا ما ایخی میگیم این هم برادر به یکون کشوکش حتی گودک نمیشود فهمیدم برای گودک شدن هم باید کشوکش کردن در کار است که گودک شود این حالا ما کشوکش داریم نمیمونیم یا دیگری را گپ زنیم بیا گپ زنم بعد شما یا که شما گپ زنیم با ما گپ زنم نه گفتی برای کشوکش فکر ما بگم که مقصد همین با فکر ما برادر همین جنگ صلح که تاجیکستان دای این صلح نیست دای ولی هم سیلکای مرا روی میکنم تماشا کرد صلح شدگی نیست این صلح دروغ های مقصد همین جنگ اومدگی همین خیلی باوری کردگی ادگری قطعی مقصد این دیدیم که یک گروه این جنگ برادرکش یکو پوچه نداره آخی این نطوری ای بی پدر ما پدر خط است که یا را فن کردن و دکنسا دبیوت سنه کردن همون صلح و تشنید کنن که راست است یا که دروغ است امروز ما این 100 سالها اوجه مثال اوجه یعنی حکومت یک کس نیست حکومت دا 100 советчик یاردمچی و головасти که فکر اندیشه کنه و یا اما پرداج نه چون پرداج جمشیدگی در اونجا و همش پرداج نه این برادر عزیز انا یگان پیغام داشته باشیم برای مردم برای که این همه باور کنیم بلوی زنگ هم اومده است از واتساپ یا برادر کوشش مرا پیرود کنم صحبت کنم پروستا خواهی که بخشیش نه که وقت میگیریم مردم داشته باشه
ما گفتنیم که برادرها همی در صحبت ها مقصد تحقیر و گپوی هر خیلی چیز نزنیده میمونه همی خیلی کمتر آینده ده مثال خجالت میکشی بعد گناه هم هست مثال همی کنترل نگه اینطور پیش هم برنامه برمادن اول تورات میکنیم هم نشینیم نه تورات نه برادر مقصد اینه حقارت ها که خود گناه میگیری توغری ها داشنا میکنی اینه که داشنا میکنی که گناه نگیری اکا مثال داشنا میکنی معقول نیست من همی پریزیدنت مثال پوچوهیش 400% معقول نیست برای چی که خلق در عذاب باید برادر این اندیشه نمیکنن 4 سمالیات برای همی زنکو بالی ما گپ زدم روی نکرده نه برادر رو خیلی 4 سمالیات چیش موده همی زنکو ده که مقصد همی روز اوی دیده های زنکو مرا کریشم رفتگی ای بخدو خسم دیگه صبر نیست یکم چی نیست من آدمی همی مرده باشی بدور میشی تمام دیگه وقتی که زنه تشکر زیاد برادری عزیز اصلا اکم همیجا دیم علاقه دا باش تمام همونجا ایشالله با از مسئولین خواهش میکنیم با وارد میکنن شما را اگر یکون چیز لازم در کار شدیم های بگو من همینجا شیشتم تموم شد کده تمام برادر من برام استودیا یا که چیکار کنم بله شما را از استودیا چی میکنن نه گیم کی میبرورن نه باز همه اینترنت همه چی گپ داره خب برادر عزیز در خط علاقه هستی امیدوارم خودت در واتساپ بدگی یک دفعه ایز چسبید باز انا جی سلام با کلی هموطنان تنجی سوزه اکا تنجی خوبی شکرانه خدا اکا اصلا فهمم که با فکرم که اینترنت خوشرون نمیفهمم از یک دقیقه برادر از اینجا برادر چند کشید در خط علاقه استودگی است انا خب برادر عزیز در واتساپ بدگی میشنوی خب یعنی تلفن بالای تلفن اومده است هیچ شنا نمیدونم کدومیش قبول کنیم خب این برادر آوازش بفرما برادر عزیز صداتون بالا آمده مایا که اکی اسفندیار اکی از طرف مونه اکی اسفندیار مونی اسفندیار لیچنی روی کارگیم از لیچنی کیست طرف لیچنی تو رسیدم مزگارم در همینجا در پرامو افیر حقورات کرد داشنوم کرد مثلا روی برحال همون نسل نورست که در پیش همین تربیه میگیرن این دعوای آموزگاری داره و دعوای دفاع سیاست داره اسفندیار آموزگار است همیشه دینا دعوای آموزگاری کرد و گفت درست اسفندیار یک دیونه یگان چی نیست نه من که دکتر بگذار مقصد اول بسیار هم دولت دارو میبینن سیاست مدارو هر دیوستن که همی گپ میزنن هیچ نمیگن این معنی یادوره که روزی هم ای گپ همینه که اگر روزی نمیدن همه افتان که بچه خب برادر عزیز ما موضوع ما پدر چرا فرزند مهاجرت میاره یعنی چی گفتنی دارین در این روجی به موضوع چی خیلی هستی چی با از اولادای رحمانوف یا که حتی که یک گوسفندچران رحمان و اولادش مهاجر نمیشوه که یعنی که ما مهاجر میشیم چرا با کدام بگیم فخر یا با کدام وجدان پدر فرزند مهاجرت میکنه چی فکر دارین پدر این اول خیلی اویله رحمان وقتی که فرزند میکنه فرزند چه میخونونه مثل میبینه میدونه که میتونه وظیفه دمونده چی وظیفه خواهم اگه کس پیش را ما نمیگیره پدرها امروزه یا که هم چند پیش هم در نظر داشته باشین میدونه که فرزندش خونونه فرزندش معلومات اولی هم گیره در تاجیکستان وظیفه میگیره که یو سودی خونه کار میکنه با همو زندگیش نمیرسد آینده خونه خریدن نمیتونه فرزندوش مقصد خونه خریدن نمیتونه
سیمیس و همون راستی دارم ببینه یا که بدونه که فرزندش حرام خور میشه یا نمیشه که بعد هم پدر هم ایامی را دیده دانسته ببروی میدان دام سیاست ایواز همون دیگه کار گذراندن اخی کار گذراندن شما تصور داره که فردا فرزندتون مهاجرت میاره این را ما میکنیم ما پدرو برای فرزنده خود ما میکنیم پدروی ما را میگیم کار گذراندن نکردن چیز شما دست دادن حاضی دیر شدگی است همین حالت ما وایو دخل ما دیر شدگی نیست وایو دخل ما خیلی کوشش کنن اخینه که مقصد ما باید فضالیت نکنیم که کورک فرزنده ما هم خیلی شود در همون وقت جنگ شاید هم پدرها مثال گیریم همون زمان در 30 ساله بودن 25 ساله بودن 27 ساله بودن در این حال بازی 50 ساله 55 ساله هستن یا 60 ساله هستن 58 ساله و یا مردی 58 ساله уже کارش گذشتگی نمیتونه چیزی ایواز کنه وایو فکرونیشون شکستگیان دوخشون شکستگیان میفهمید دوخشون حکمت دوخوی وایو شکستگی وایو قوت دارن مرال دوخون شکستگیان وایو میفهمید در حالت که فرزندش میبروی گپ میزنه و پدر میبروی فرزند میگه که مثال گیریم خفت دادن تا پوش برای اندی غلامی کرد خداوند اخروان میگه که وقتی که امری ما شید امری پدرتون شید امری ما را گوش کنید امری پدرتون نه در حق خداوند در حق باشی خداوند را گوش میکنید اگر که پدر شما برادر اگر پدر شما ببروی همین شما را پول روز همین بگه که تمام دیگه همین روز یا مبارزه تا انتخاب میکنی یا پدر یعنی کنه میشه انتخاب میکنی وای تا естественно پدری ما میبرن نکنه اون کو دخونه و یورش شکستگی نک ما روی که پیش میگیرم روی که مثال دادم قطعا برای الله میکنم برای دنیا و زندگی دنیا نمیکنم بدونم که ارجما بهش تا خداوند خودش گفته است که وقتی امری ماشید امری پدرتون با مخالفی گفته ماشید شما امری ما را گوش کنین ما امری پروردگار یعنی که شما گفتوی پدر را بگیم که از طرف میمونین میگین که نه من مبارزه را دوام میتونم فعلا конечно естественно تشکر زیاد یگان پیغام داری برادر عزیز ما پیغام دارم یا همین هیله دولت نشون تیم برای مردم یا هیله کداگه کو تو 18 ساله را مچید نروین اما گوش کنید چه سیستم کداگه تو 18 ساله میگم مچید نرو تو 18 ساله را دیسکوتک رو ماینوش سیگارت کش زینو کن اسلام دور شو نه که آدمای پدرداری که هستن با فرزنداش هم میآموزه هر دوش یک پدروس کرد کلان میشوند وقتی 18 ساله شیر 18 ساله شیر مثلا یا بچه به نماز کلان جگه مچی دور خاطر بچه خودتر زو میخره مثلا میگه که برادر مثلا دعوت میکنه که در خطا در مثال شراب نوشی زین و کاری سیگارت کشی نشوانی کاری خطا اوج اتوماتی یا دشمن میشوانیش بایست دیده چه جنگ انداخته است ملت خب بله برادر عزیز اما موضوع ما مردی کاری است نگیم که چرا پدر فرزند مردی کار میکنه اگر در همین مورد یگان پیغام داشته باشین امروزه پدرها را یا که امروزه جوانهایی که پدر میشوند فردا فرزند خود بر مهاجرت میارن یعنی چی گفتنی دارین در همین مردم پیغام که خوی که نسل ما جوانو بناموس شوان اول خدای خچون اشناس لقمان حکیم گفت اول جان پدر خدای عز و جل رو بشناس اول هر چی پند و نصیحت بخیام پدر هم میشناسیم هم پدر میگیره مردی کاری مون میاره چیکار کنیم اون را خیلی چیکار میکنی مثلا اون کار کس همی ما اگر مون نشویم هیچ کدام نمیتونه مردم خزن یا مردک شویم تشکر زیاد تشکر زیاد برادر عزیز خب سلام علیکم وطن رحمت الله و برکاته خب و علیکم سلام اکا جان همه ممکنه که یک دوست سخن کنه این همه پول نیروز از موضوع با خبر هستی؟ با خبرم انامی راجی به انامی موضوع کو همه پول باک بنزین باشه هایی که تو تماشیدن شد یاد نیست اکا جان ما با تمام سانت شما رو هم برآمده شما رو ما تماشا میکنم اول که عمر علی قوت و حسین عاشور و سلمان
یگان وقت من قفون نمیمونم همه تماشا میکنم دو تا تلفن در برم دارم دو تا تلفن هم که در برم دارم هر دو تلفن همه کلاس ها ایما لیکن اکا جان همین موضوع که گذاشته من فکر میکنم که به حد وزبین بگم یا که چی بگم نمیدونم بینه که هر خیلی که فکر میکنی اینجا بدون پرده است правильно فکر میکنی правильно همش بگو چی تصور داری گفتم میکنی نه او پدرها رو بینن که وقتی همو جنگ همو داخل تاجیکستان جنگ گذراندن همین مثال سرکلام بودن چی بودن اخیران بعد که این حکومت رحمانوف حکومت در سر وظیفه گرفت همین ویا را یک بار برد در کنی ترمه شینانده برو مثال کدامش که مثال وایشید برو لیکن وقتی که ویا در ترمه باشن و یا در زندان باشن مثال و یا یکم محتاج نبرات فرزندان مجبورن که بیان در مهاجرت کار کنن و همو پدرها را در درون همو زندان مثال خوراکی و یا را برن همین چی شید که مثال گیریم ببینده یک انسانی که مثال جنگ دیدگی باید автомати تجربه جنگ داره автомати تجربه هیله و نیرنگ داره автомати تجربه فند فریب داره چی شد که پدرای ما همین دیده باز بگیم که پدوات سشیدن دارمی اگر نیخیل باشه از نگاه شما نه ما خوشرو شما را فهمیدم لیکن بینه که همین پدرای ما لیش نه پدرای ما در وقت جنگ همین شهروندی داخل همین جنگ بودن مثال ما که خورد که باشه مثال ما وای که باشه ما میدونیم که مثال ما میدان که بودیم یاراخو را در سویا دیدیم مثال مقابل کی بودن چی بودن اکم اوش هیچ که اثبات کردن نمیتونم نه که وقتی که هیچ خودشون با فکر زندگی بردن که همین حکومت رحمانوف گرفت برد یارا کنی ترمه کرد بعدن ای کنی ترمه برآمدن مثال بعضش ما فکر نمیکنیم که رحمانوف همین 9 میلیون مردم مثال 4 میلیون مرد 4 میلیون برد ترمه کرد خیلی 10 تا 20 تا 100 تا 1000 تا 10,000 تا ترمه کرد یکی کل همین مردم بیرون از یک خدمت یک نمیدونم 100,000 200,000 ای طرف یا 100,000 ای طرف یعنی 500,000 ای طرف 500,000 ای طرف 1 میلیون جنگیده مثال میگیریم در کروگم ای باقی موندگی مردو بعد از اون جنگیدگی مردهای او وقتای همون جنگ جوان بود مثال گیریم 30 سالش جنگ ده نمیشه مثال حاضر اینا ما خدم همون سال 7 ساله بودم 7 ساله 8 ساله بودم تو هم جنگ بوچی نه 10 ساله 12 ساله بودم مثال همون پرمیشوک تای جنگ ده مثال پرستاوید کده این اوزی من 40 ساله شیدم قریب اگه همون وقت هم بودن آدمایی که 15 16 14 ساله بودن جنگ نکردن اوزی 50 ساله شدگی او هم فرزنداشون اوجه 20 ساله 25 ساله همراهشون مردیکا رو وردگیان او هیچی را جنگ هم کدگی نیستن نمیدونن یادا چی زدگی چی بلو زدگی که میگیره فرزند خیچه ما نمیشه دیگر هم یک آدم جنگ کرد او را زندان کرد ما هم را بگیریم با هم پوچه هم ببندیمش بگیم که ای نمی رحمانوفی را زندان کرد ایوش دا چی کار کرد اینه توی امروزا چی شده است که فرزندو را مهاجر کرده ایستادن این چی گپ است اصلا ما شما را خوشرو فهمیدم همین برآمده شما را ما همش خوشرو تماشا کردم ما شما را تا همین روزا ما حرمت سخت کردم او برآمداتون ما تماشا نکردم دینا در برآمد اکه حسین اشرف گفتن که همون موضوع گفتن مثال ما امر وقت نشد که پیروی کنم مثال تماشا کنم مثال بینم که شما چی گفته بودن امیرا نتونستم نه که همین قگا میزنم که در وقت جنگ همین پاسیولکا که ما زندگی میکنه همین وست پاسیولکا خستگی بود همش در دستش یارق داشت در سرشون یک تا سرکلون داشت همین وقتی که سرکلون شونا
خدا دروغو نکنه سال 2000 بود 2001 بود کشتن شد. باقی مانده که همه که در همه تای دست همه آدم بود یک تا بردن کنی ترمه کردن بعضش اوکال زدن روی کردن ای ترمه برو پگوش مرد. بله برادر عزیز چسبیدین شما فکر کنم. بله شما چسبیدین برادر عزیز. شما چسبیدین موندین فکر کنم که درست میشه آوازی. یک دقیقه از ما هم چسبید. سلام علیکم. السلام علیکم. یک صحبت کنیم اسفندیار. من فکر نظر کردم بسیار بله چیکم بسیار سویتای خوب میتی با مردم. من اختاکم بسیار خیلی اپشن خوب داریم بسیار میخواستم قطعا یک بار خیلی هم صحبت شم. تمام. حاضر مثال میگیریم شما میگین ولی رفتگی نیست خیلی سوزایی. نه ما سوزای 100% ضروری هم شتا میتونی؟ 200%. تمام یعنی صحبت. بیا نگاه کاکا. شما میگین دولت بزیبه دولت کنده دولت کیمچی چینچی هم خب نه ما دولت نگفتیم. موضوع ما دولت نیست. دولت دارو را در نظر دارین اخی. نه من نظر دارم مردم چی با چشم مردی کار میکنه. یعنی که موضوع ما دولت نیست بودیم. موضوع ما چی با مردم با چشم مردی کار میکنه. انا میرا بیا ما سوال میتونم که ای بی ما ای بی شما یا که ای بی پدر مادر فرزندار تامی خدا دوست چی تصور داری؟ آیا آینده فرزند مردی کار کردنی هستی یا نه؟ نه نگاه که من سوال دادم سوال در جواب نگرفتم با در سوال گرفتم با من شما ده چیزی که خیلی جواب گردانم میشه و نه من برنامه من میخوام درباره مهاجر کردن نه مردی کار کردن نه نگاه کردم دولت من نگفتم امام علی مردی کار کرده ولی گوش که من نگفتم که این مردم امام علی مردی کار کرد ایران نگفتم من گفتم که چی با پدر فرزندی خود چه دستش گرفته آورده مردی کار میکنه یعنی که چی با پدر فرزند چه تلچوک در دیگر سوها نمیتیه که فرزندش اختیار کار شوه فرزندش نمیدونم یک کار خوب کنه نه که پدر فرزند با مردی کاری میوره برای چی؟ با آن خاطره که خودش سواد کافی نداره و دم بی راسیه را دم بی همو برامدن ای دولت گرفته اگر حوزی خیلی مثال مده بیارم برای چی در تاجیکستان افغانا آمده کاری افتستن افغان مهاجره در تاجیکستان یا نه سوال مهاجر است افغانا که در تاجیکستان میان کار میکنن مهاجر هستن بله مهاجر هستن بله مهاجرن در پوش میگه که برای چی افغانا میان در تاجیکستان زندگیشون میوون $1,000 افغانستان روی میکنن ماهشته بله زن میگیرن خونه میکنن بله راینا خود در تاجیکستان ماهانه $1,000 کار میکنی خود در تاجیکستان $1,000 کار میکنی ماهانه هفته نشایشون بتما که نه ماهانه 1.5 تا کار میکنی 1.5 تا کانتر کار میکنم اگر خیلی چی با افغان در تاجیکستان 1.5 تا کار میکنه تو تاجیک در تاجیکستان 1.5 تا کار کردن نمیتونی من $1,800 تازه کار میکنم که نه مرده گوری جواب میکنم گپنده ماهانه ماهشته نمی تاجیکستان در من $1,800 میوم اگر دیگه حساب کنم ممکنه 30-35 هزار سومان شود ماهانه من در تاجیکستان اکا
برای ما عقل دارم مرا پدرم با عقل به تمیز داشت مرا فهمون که زندگی ده مهنت میکنی زندگی تا میوی خیلی جا برنامه گفتی که اوچم در بزرو شربرین نه دوره ما کودک بدم ما کودک پدرم پدر با عقل میشید یک انسانی با عقل زنش در بزرگ شربرین میفروخت خیلی آخه پدر ما رنگ نیم خود ده مردی کار پدر ما رنگ خود نه خود ده آدم رازومی با عقل سیاه بیزنسمنی بگیم پدر ما مردی کار بود راز نیست مردی کار بود نه که عقل داشت که فرزند ما باید رنگ ما مردی کار نشه رای زندگی رای آموزاندن رای زندگی نگه کاکا آموزاندن زندگی را در برای نسل وظیفه دولت های وظیفه پدر مادر های وظیفه کیه همین را سوال جواب بگو وظیفه دولت های جامعه را سالم ساختن جامعه سالم نباشه دولتداری در اونجا نمیشه جامعه را سالم ساختن تربیت دادن در صدیق پدر میخواه نمیخواه باید فرزند اینمی دولتو در صدیق میبره پدر را میخواه نمیخواه میگیرنش صدیق بعد از اون مکتب بعد از اون تو اونیورسیته بود کرده یک انسان سالم تربیت کردن این مسئولیتی دولت داخل میشود شید نیشتیک سوال با میون اومده که در تاجیکستان گفتی که 6 تا جنود میخونه جنود تا فرزندو تا 6 کس میخونم پرای نه بله پرس شون همون پدر مادرش نپرس که در تاجیکستان مسئولیت پدر مادر هست یا که نه خیلی قانون که اگر کودک 3 روز به سبب مکتب نروه در خونش ملیسن میگه برای چی کودکی تو مکتب نرفته است گفته ایو سوال جواب میکنه هسته که نیسته چه روز نه یا روز نروه شترافش میکنه پول میگیرن اگر یک سال نروه کودک برای چی میگه که مالی این اگر مدام معقول سومتا نه نگه که گپت مدام معقول اصلا نه نگه که گپت مدام معقول سومتا جریمهش میکنن برای چی جریمهش میکنن که پدر احمق نمی سوما عذاب کشیده یا افته است تو نبر نته و فرزند تبر که فرزندت بخونه بیار با ما را با جریمه را بتیم و رستم کیف کنه جیپس برشاوه سمالیت قطی مسکوه بپره تلخرین تلو قطی بگردم خلاص مده نه ادامه هستن پدری مده پینسه بتا فهمیدی پدرت زنده باشه مادرت زنده باشه مادرت در پنسه جامعه در پنسه بتا اویلک بتا مادرت چند سم پنسه میگیره $1,000 بگو نه پدر ما خیلی اویلک نه خیلی پنسه نداره چند سم میگیره من نمیدونم پنسه اتما روز دیگه با اون بعد 5 ماه 6 ماه میبرم من خیلی چخیلت فرزندی نمیدونی که پدرت چند سم پنسه میگیره ما پنسه پدرم در چیکار دارم وقتی که ما پدرم در خودم نگاه کردم ما اصلا سوال خود در ایروی مردکی نه تو وجدان مردکی داری ها ما در دوزی مثال آوردم که تو میگو در تاجیکستان کار نیست من در مثال آوردم که افغان اومده در تاجیکستان 1,500 کار کرده است تو میگو که نگاه دروغ با دست من میرم قدید توجیک میرود در روسیه کار میکنه 70-80 هزار سوم 60,000 روبل کار میکنه برای چی؟ اما روس در همونجا یک خیلی روس کار نمیکنه و پولا میدونی برای چی؟ برای که توجیک در روسیه 18 ساعت 16 ساعت کار میکنه که پولا پیدا کنه او روس برای که 8 ساعت کار میکنه نمیفروش کار کنه داشی او پولا پیدا نمیکنه و برای که افغان میوید در تاجیکستان سخن بهترین نکردی که ما فهمید موزخته بگم سخن بهترین کردی برای چی وقتی که مرد که خودت در نظر داری کار میکنه رای زندگیش هم میوه اوزی ما مویا برنامه که اول قد خودت گپ زدم گفته که دولت اگر ما بگیریم نمه اسفندیار من خونه دنم خیلی خوب میشم من در هر ماه $300 خودت میتی دولت میته در اروپا گفتی هم خیلی های بله گفتی یا که نه بله اگر مقصدی که ما باید اگر شما بیاین دولت بگیریم من خیلی خوب میشم من در هر ماه $300 شما پریمیم میتی نه تو نفهمیدی تو موضوع را
هر ماه $300 یعنی که برای تو که مثال 10 تا کار پیشنهاد میکنن فهمیدی 10 تا کار پیشنهاد میکنن که چنین نمی بگیم که 6 ماه نیم سال اگر تا 10 تا کار یتش انتخاب نکردی تو را قد میکنن از اون چیز برای که تو در مایدی نکردی فهمیدی تو کار نکردی در تاجیکستان سبب اهالی هست گوش که وقتی که تو نمیفهمی تو همون دیوانایی که تراکتور دادن تا کوتال اومده است هفتم زدگی دیگر همون خلق جمع شده گفتن ای بچه یکم دبزه پنجم هفتمش بتستم یکم دبزه گفته است که تراکتور همون پنجم خطی نبر اومده است یکم اگجا میبره تو در تصورت همه است که اون چیزی که تو کار کرده استی تو هم چما گفتم امروز که مرگ در ما و تو انسان که مادر توجیک درنی میشم جور قطی کوچه رفته است تو همونجا راه میگردی خب ما گفتم نه تو در همونجا راه میگردی تو میبینی تو یا اجازه تو تصور داری که فردا فرزندت مردی کار میشه فرزند من مردی کار نمیشه انشالله الله اگر زنده بمونم فرزند ما گارانت حتمت مردی کار نمیشه اگر ما زنده بمونم که فرزند زنده بمونه مردی کار نمیشه اگر شما بیاین دولت بگیرین نکیوش دا بعد گارانتی دادن نمیتونم برای حاج جامعه آدم کادر بقوت کشیده کار داده است یعنی که تو گفتنی که این انسان هایی که فرزنداشون هم مردی کار کردن یعنی اینا بسوادن عیب خودشونن اینا بگیم همون انسانی هستن که فرزند خدا مردی کار کرد این از روی بیعقلی بسوادیش است همون خلاص اگر خیلی جاست که بگیریم یا که با آدابونه کرده گفت زنیم چخیل گفت زنیم قطعا با آدابیشه با آدابونه کرده میفهمونم اگر میگه که ما فرزند ما تربیه کردم مکتب خوندم میبینم که سواد نداره افغان عقل تمیز میگیرم که همون فرزندش سواد نداره هنر یاد میته هنر دم میمونمش پوسکای استوگاری را یاد بگیره استای ماشین شو یک استوگاری را یاد بگیره آینده زندگی میکنه حق حلال قطعی زندگیش پیش میره اگر ما فرزند معصوم بودم نه تو سواد نداری تو بخون سومش بودم که نه تو بخون آدمی به سواد او که پگه دیپلم میگیره سواد نداره بعد چیکار میکنه برای پدر خودش رستم چیکار کرد میگه که پدر خودش کارا که رستم کرده است در شهر دوشنبه تریتوری شهر دوشنبه والله قسم من هم یک 4 سال 5 سال اخیر ده کیف کرده استم 4 سال 5 سال اخیر ده مرده گوری چیزایی که هست در ویدیو گروه 24 ده پرتافتگیم که همین را تنجی نمی تنجی نباشه ما هم افغانستان ده بیزید میشه و من نمیتونم همه اوزی لبوی زن تنجی گفته چرا در نظر داری همه مادر توجیک جورب قطعی ساعت 1 شب تا 5 سهر کوچه میرو همه تنجیه من همه گپی ده من جواب میگم اگر تنجی نباشه همون مادری توجیک ساعت 1 شب یا 2 شب یا 3 شب یا 4 شب کوچه برآمده میتونه یا نه همون کوچه روفتن همون خواب نکرده ساعت 1 شب کوچه میروه شما تنجی چرا در نظر دارین تنجی اکا تنجی نمیه که همون مادره که خودت شخصا حاجی گفته است ساعت 1 یا 2 یا 3 یا 4 شب تنجی نباشه کوچه برآمده میتونه یا نه همین سوال من پراکرور در لب راه مادر کوچه رو زده کشت ساعت 5-6 سحری ای رستوران ای که جو زدگی مست اومد مادر زد کشت در لب راه مادر زد مادر کوچه رو زد ساعت 6 سحر نم مادر ساعت 6 سحر کوچه رو تست 5 سحر فرزند پراکرور مست اومد زد کوچه را نور لب راه بودگی مادر مرد مادر جوش دمو فرزند پراکرور با همین 500 سومون جریمه خلاص بود
کای خیلی نمی اصول بود کدام اصول آخه چی خیلی تینجی است نه همین نواروش هم من نواروش هست مالی من میپرتم نواروش من میپرتم تداد تماشا که شید نه گپ چی تینجی است که 500 تومان قطعی فرزند پروکرور جواب میشود همیرا کی گفت آخه همین تمام رسانه خبر رادیو آزادی یعنی داکومنتاش چاپ کرده گیاد ما می رادیو آزادی را یگم گپ شب باور نمیکنم اگر کدامش باشه نه ما روی راست میگم ما اسفندیارم می رادیو آزادی روش همینجا تا لباجوی تاجیکستان همون دخترکی که دروغ میگه 24 ساعت دروغ میگه значит همون دخترکی که امام علی برد تجاوزش کرد بعدی که بردن کشتن در درون غور پرتفتن در کلای رنگی توریا تاکسیست بر کردن او تاکسیست با کلا گرفت تو تاکسیستی ببین بینی همون سیدلنی پاساژیری پیش قطعی شافیور بینش چند قدر رستایانی داره شافیوری سیدنی پیش پاساژیر نه سیدلنی پیش همون ودیتیل قطعی بربدگیش موبایلش چند قدر رستایانی داره چند سانتی متر یا وجه بوری هستیده یا وجه بوری میشوه که از همو جا ایستوده چرز همو بینی همو بزنی آدم دو طرف آدم ایهش بروه شافیور نخادو های کده رفتستی بو رنگ ژان کلود واندام بگردی جکی چند وری همون مسافه‌ای که خودت نمیتونی اگر پچکای سیگارتت بغلطه گرفتش نمیتونی میشوه که بزنی قفاشیشتگی آدم ایهش بروه یا سوالت بتم نه میشوه میکو او میگن که گپوی کمپیرو میگن که کمپیرو لوی او در اومدی کار اوتالا دندون میشکنه همین کار میشوه که همون آدم همین شافیور های کدستای نخدو میزنه دخته ایهش میروه بعد میبره در یک غار تجاوز میکنه تلفن دخته ایهش اینجا پیدا میشوه یکی شو تاکی آخر همون گناهگار میوانی تاکسیست میورانش میزنانش با کلاش بر میکنن که دختر امام علی تجاوز کردگی بود من گارانتی میتونم امام علی کردگی ای کار خب مالی نما سوال تو ممکنه برای چی مرا نیومدن نقبیدن جای همودا نبودن یا اینکه تره نبودن یا اینکه تره نبودن یا که یکم اولاد اختنه بودن همین چیزا متهم کنن برای چی شاید میشه اجداد کنی اگر همین خیل روزه میشوه که یک اسفندیار گم میشوه میبینی در آن وکیده برآمدگی میگه که کارما کردم با کلا گرفت کدام کارم دینا یک سوال خوب دادم نمی یک برنامه گروه او اکایسین خیلی که بعد اودم با سوال نه من میگم ما بود کنم التماس هم میگم ما بزنم التماس همون مرا گفت که حال گفت بست ما مردم قوه مردم قبیده نمیتونیم ما میم ترا مکشیم و خیلی خوب این دولت خوب نیست که میبره محکم میکنش ما بیم مکشینم محکم هم باشی زنده اینه که بکشنت کدامیش خوبه سوال تده بکشنت خوبه که محکم بناموس زنده کردن مردن خوب است ما فکر میکنم برای ما بناموس زنده کردن مردن خوب است بناموس правильно ига пите درست است 100% ای بناموس بداندم مردن یادم بیای نه که در همه حوض معاشرت بین ما و شما مرا بناموس دیدستین نه ما ترا بناموس ندیدم ما کنکرتنی سوال دادستم که ای مردم نمی مردم نه ما ترا بناموس ندیدستم ما ترا میدونی چی دیدستم یک آدمی دیدستم که باینمی نه احمقیت معلومه نه دیونگیت ما آدم این همی خیلی ما میدونم که همی تمامی تاجیکستان همی زندگی خودت سرم نیمت کرده سیده تی یکنیم هزار زنده میابی زندگی میکنی من میگم که برای چی من با سوال میا برای چی من میام تو نمیوی دیگهش نمیو همین چیزا با سوال با میون میا برای چی مادر ما 40 سال در یتیم خانه کار کردگه برای یک پنسیه شفار میکردن کو او پولی که او طلب کردن ما گشتم نگاه کردم مادر ما گفتم مادر این پولی که از ما دایو میتیم تو پنسیه درست میکنیم ما فکر کنم هم پولای دودگیمون ابرد نه با پنسیه برآورده نمیتونیم برای که افور میتد میکنن هم 300 400 دروغ هم میگه پدکا 300 400 سم هم پنسیه میگیری 300 400 سم 500 سم
این مردکا یا چی میگه $1,500 تما پنسیاش راست میکنم یا تاش میگه $10,000 تما پنسیا را توغری میکنم. اکا بخدا دروغ میگوی، بخدا قسم خودستان اینا تو حاضر راست کردگی نیستم، تو حاضر پنسیاش راست کردگی نیستم. دم توجیکستان استودنت مودم. اینا ما سوال و جواب قطعی ای گپه که خودت گفته است شخصا برای مرا دروغه، برای که من رحمتی مادرم پنسیا گرفته نه پدرم که حوزی زنده همه هم پنسیا میگیره. من نمیدونم، من مردکی گفته استم نمیدونم 300 میگیره 300 چند سوم پنسیا میگیره من نمیدونم. سلامت باشی. گوش که چی با پدرو 450 سومون نگرفته این اولا میدونم. تمام. گوشی چی با پدر فرزندش مهاجرت میبره؟ کدام پدر میبره؟ این همین با پدر رو این همین 2 میلیونی که مهاجر ما داره همش همون گپا نیمش فرزندشون مهاجر. 2 میلیون مهاجری که داریم فرزنداشون مهاجر میبرن، مهاجرت میبرن. من پدرها نه احترامونه خواهش میکنم که ای پدرایی که شما فرزنداتون مهاجرت بردین، فرزندای پدر شدین، فرزنداتون حوزی کسب بیاموزونین. هنر شرط نیست عالم شوه یا که شعر بنویسه یا که چی شوه، کسب بیاموزونین. رنگ افغان اومده در تاجیکستان زندگیش برده است. همون خیلی تاجیکستان ما را یک چیزکشن باشه همون فرزندیت آباد میکنه. اکم 6 افغان دیده نتونین بگین که افغان اومده. 60,000 خویوز افغانو در وحدت دام ساخته استن، خونه کرده استند، 3 دام شیدگی و هم طرف وحدت خیلی قشلق پاسیوکه افغانو شیدگی مردم افغانستان رفته زندگی کرده استن. برای چی؟ برای که نمی شما ورین مردکایی که خیلی باید خیلی برومدین رفتین وطن آباد نکرده استین. مرگ با ما یا مرگ با تا که نمیجا در سوال با میونه. من همین تاکسی قطیره زندگی ما افته وطن آباد کرده استم، فرزند من نگاه کرده استم، اویلا من نگاه کرده استم، سیمه من نگاه کرده استم. تو برومده رفته نه تاجیکستان در مورد خود نیست، خیلی خود نیست. بیا در چارچوب قانون کار که زندگی تا پیش بر کدام قانون؟ همین قانونه که جمهوری تاجیکستان تصدیق کرده اگه خود شخصا نیو شخصیتایی هستی که ما در چارچوبه قانون میگم که رستم فالشیوی است. ای چارچوبه قانون فالشیوی گنرال است، فالشیوی است. یگان جا سوژی کردگی نیست. چخل اومد گفت که همون گپا یگان کار نکرده در 26 سالگیش گنرال میشه. چخل این همین چارچوبه قانون است. خیلی نگاه کن. نه بس این همین چارچوبه قانون است. خسر بچه امام علی بازار مردک کشید گرفت در داخل بازار شیش گفت من نامرد باشم زنده باشم. زد مردک زنک شوشه بردن ترمک کردن. بچهش نمیدونم در کدام حالت است. زنک در تاجیکستان در درون یک حوالی موندگی است. یک مهنتی زنک سوزوندن. من میگم که این چارچوبه قانون جنایتکار به ترمه بشینه. این قانون چی قانون است که با اولاد رحمان پیغمبر در قرآن میگه من با تو رحمان بیا اصلا نیف شید تو نرمی چی نکه بسیار سوال خوب دادی. همون زنکه نیم خود در یک شهروند همچون شهروند بخیز یک ادوکت ای اروپا جدا که بگی رویش که بیا همین کار با آموزه که همین کار یک تنه ای کار در یوتیوب ایره تمام دنیا آموخت دیگه نسان هم داره یک بلابار منی چهر که قطیمه رو پرون شده گب زده است اونجا در نگودن گشته گفته است فینانسیر بانی همون گجا شدگی های. من میگم توریستای اروپایی را کشتگی در داخل تاجیکستان ولی دکازک کردن نمیدونم. نواربردار کی بود؟ نواربردار کی بود؟ نواربردار همون نازتی بدن کو نه نواربردار چی با نشان نمیتم نواربردار را در تلویزیون کی نمیادم نواربردار چی با نخفیدنش نواربردار نواربردار در داخل ماشین ایستادگی جدت داره موندگی کامera را جدت داره که توریستا میآید میگه اول همون نوار گوش که من همش دارم اول نوار میگه اون اومد فهمیدی پس میگه اون اومد بعد ماشین میبروید یا میدونن که اون ماشین اومده است توریستا اومده استن میگه اون اومد
ماشین هم میدونن که اومده است значит میگه اون اومد این چی خیلی گفتی همو گپو که این دکازات نشید نور بردار که جوشید چی با نور بردار نبرورده ممکن خیلی تلفن توش در موندگی دکم جو نور بردار هم خیلی از دیوره هم تاجیکستان هم سیویلیزاسیاش پیش رفتگی هم خیلی میمونن جای چیرات شمکا رفتن میگیرم سلامت باشید یگون پیغام داری با هم پدرایی که فرزندشون مهاجر میبرن بله من گفتم که پدرایی که فرزندتون مهاجرت بردین شما خطاگیتون کردین فرزندایی که باید برگردن نه نگاه کن پدرایی که فرزندشون مهاجرت گرفتن ازشون بردن و خطاگیشون کردن فرزندایی که پدر شیدن از فرزنداشون در آینده میخوان مهاجرت برن پروسه تک مهاجرت نبرن سنتن ات برا بخون نه ببین سواد داره لایقت خوندن داره بخونونش لایقت خوندن نداره یک کسب آموزونش کسب آموزونش که آینده فرزندت زندگی کنه هم ثواب بگیری که فرزند تربیت کرده تونستی هم ترا هم چو پدر اگر یک فرزند بگیم صاحب بهترین سواد علم باشه بیا بگه که من پرتندوات کنه در کرسی رستم امام علی خب که همون فرزند نه از شما گفتش میگه که دیگه کمال اصلا خب شید رحمت نه سوال بچه‌ت خوند بهترین بچه شید فردا پرتندوات کرد ممکنه جوابت بدم میگم فردا فرزندی تو پرتندوات کرد جواب دادن اجازت هست اجازت جواب بدم نگاه کن اصلا شما دین برنامه در گفتن که این معارف نیست بسواد نیست اما بسواده باید روز میگو که نه بسواد یک همی خیلی بست نه یه مقصد خیلی مارا گوش که اکای ماهای اتای ماهای دوداری ماهای فرزندی ماهای سواد داشته باشه و لیاقت کاری داشته باشه و اون ژورنالیست گفت برنامه کاری داشته باشه برنامه کاریش پیشنهاد کنه دولتدار خودش ایموت نمیپسه کی باید اوجا بسته برنامه کاری که ما میخوایم امام علی گفت که ترا هیچ که فشار اومدن نمیتونه من دیده دانسته ترا درجه ماندگی هستم یعنی که این وظیفه را ایدته ما ترا کرشواتت میکنم تاکشتو ما ترا خب مایلی فرض کرده مایلی رئیس شهر دوشنبه شید باز پیلوس در پارلمان دیم وظیفه رئیس بگه پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان ای گفت در تاجیکستان بیغرضی همین یک عزیزمو دیگه رودن بچه زویدگی نیست هر یک شهر یا بخشش عدل نی ما ترا گفتم رئیس فدراسیون فدراسیون فوتبال گوش که پرزیدنت فدراسیون فوتبال رئیس شهر دوشنبه انا رئیس پارلمان دیم لیچو در دولت یک کودکش 3 تا وظیفه دادگی است 3 تا وظیفه این همین نشان میده که تاجیکستان معارف نداره اگر که تاجیکستان معارف میداشت در این ساحه‌های دیگر کو باز فرزند تربیت میکردن این همین نشان داده فهمیدی آستانه برادر نگاه کن رئیس بلاب مونید ما گپ زنم سلام علیکم سلام علیکم یک دقیقه اما اسفندیار خیلی هموطن عزیزم سلامت باشین منظرت کم در چی بود دیگه اگر خدا نگهبان دی اسفندیار همه قدر فهمی چه داشتی داشتی السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته خوب هستی برادر الحمدلله شکرانه خدا میشه خوب
در موضوع بله بله با خبرم از موضوع چی با پدر فرزند مردیکار میکنه؟ برای که پدرای ما بسیارش چون ای سیاست ترسیدگی هم سیاست مداریشون سسته بسیارش هم خیلی مردمی تاجیکستان هم بسیاری پدرای ما نمیخوان که فرزندشون در سیاست آلوده شوند فکر میکنن که قابلیتی سیاست مداری ندارن فرزندش وقتی که فرزند قابلیت پدر قابلیت خچن نگاه میکنه همین سیاست مداری من فکر میکنم که جهان بینی میشود جهان بینی تن دونگی هست سوادنوکی هست نو سیاست مدار هستند جهان بینیش با وسیع‌تر باشه با خوبه برای که میرن نیسو دولت های دیگر هم میبینن چرا در یا میشیده در ما نمیشیده رستم امومالی جهان بینیش خوبه امریکا در گرمانیا نه بر جهان بینی خیلی است که اگر آدم سواد که نداشته باشه جهان بینیش کار فرمودن هم میتونه برادر سواد داشتن در کار با مثلا در مکتب میانه خوندن هم خوبه خوندن در کار مثلا کمتر که مثال جهان بینی تا کار میگن که رستم اتلیشنی خوندگی است برای هم گنرال اگر مثال اگر اتلیشنی میخوند ولی در این قدر وقت ای تمام رئیس شهر شد گنرال شد باز در تمام رسانه ها مثال در رسانه های چیو در میکوان مثال اکسفورد همه جا در میبرورن که مثال خیلی آدم خوندگی ای نسامم دلی نه که این نداره خیلی تاریخی خیلی استوریا دایی نیست بابا کجا گنرال شد خیلی پدرش دادایش وظیفه رو خیلی پدرش دادایش گنرال ای با این دادایش رئیس مجلس عالی با مرگور دیدشنبه خیلی نمیبینه مثال که همین آدم قابلیت دار در همین سه وظیفه چه کار میکنه همین سه وظیفه را کار فرموده میتونه یکمش که یگان جا بود نیست تمامی زواد و فابریکامون همه ویرانه پرتوفتگی اند یک اگر سیاست مدار مثال میرگارد میشید همه امیر سوز میکرد انا دیم در مرز وروخ تو ایمو جنگ میشوه هر روز جنگ ای مرز وروخ گرفته است نه گنرالیش هم میگم رتبه گنرالیش کار بفرمونه مثال جدا او رئیس شهر گفتم کو زواد و فابریکایی که همو در شهر ده هستن همو را مثال بگیره با کار بدرو که مردم پگا چی پنسیا میگیره یا روسیه یا هیچ که پنسیا نمیتا انا مثال رتبه پدر چی سبب میشه که پدر فرزند مردی کاری میکنه آخه سببای همین را گفته استم همش در همین یک شخصیت همین رستم امومالی باید هممون بفهمیم که ما عمومیش هم میگم مثال پدر سیاست مدار نیست پدر همین خلقتی نه فرزندم یگان کار نکه من خودم ترا میخرانم من ترا میپشانم مثال تو یگان چیز دخالت نکه در اون اساس که باید فرزند بخیزه در همه کار دخالت کنه مثال 18 ساله بالا شدی تو صاحب دکومنتی تا حق داری که در خانه تونانی گپ زنی در حکومت تونانی گپ زنی در تمام جا تو свобода слова داری از 18 سالگی وقتی که آدم صاحب پاسپورت میشه باید تو حقوق خودش دارد پدرای ما حقوق ما را پایمال کردن ما را نگذاشتن نه این همو گرفت آوردش در روسیه مردی کارش کرد بلا در دستش داد اینا بچه‌ام بگی عید تو بالا نره این خیلی حقوق فرزند پایمال کردن او فرزند اگر گپ زنه پدر میبره میگه گپ نزد تو بایر نیستی میگه اولی او یک نوار دیدی یک برادر پدرش میگه که برای خونه نمیدونم مهاجرت خونه یعنی تشناب دیگر انسانو را توزیع کنه بله باور که ما زیق شدم برای همین برادر برای که چون که در این چیز همو در شکور همه خودمون هر کسی که پدر دارد در شکور خودش همین چیز دیدگی هست یعنی آینده یعنی فرزندت اگر زیدی همین خیلی سیستم ببرویه گپ زنه همچون پدر همون همین خیلی گپ میزنی که برای خونه تشنابی دیگر انسان توزیع کنه ما لوچی زوان ما میبرم یگان سگم میتونم بخرای زوان او ما فرزند ما هیچ وقتی خیلی نمیکنم برای چی که برای که چینگیز پدرش میگفت که
منگول باید هیچ وقت سرش خم نکنه. نه که همه پدر باید مثل پدر چینگیز باشه که فرزندش دنیا را جنبان تا حاضر نامش در تاریخ است. اگر با بدی برآمد در ما بدی برآمد، نه که در ملت خودش قهرمان است. بله. هم پیغام شما با پدرها یا که آینده پدرشوها، یعنی ما پیغام ما با پدرهایی که مثال حاضر در تاجیکستان هستند میتونن بگیرن ازمینه بکنن، میتونن که بگیرن اوزی همه را ازمینه بتن بخیزن گپ زنن با او سطمی که امام علی پنسیاشون میتا با او زندگی کردن نمیشه برادر. بخیزن آینده حاضرم خوب حاضرم وقتی که بخیزن آینده شون خوب کنن. مثلا آینده فرزند ما نمی اوزی اگر با قانون دنیایی بگیریم، با قانون قرآنی نه، با قانون دنیایی بگیریم، حقوقی چی میگن прав человека، یگان فرزند حق نداره در گردن یگان کس قرض نیست. اگر با قانون دنیایی بگیریم که مثال همی حقوقی آدمی بگیریم، قرض نیست که باید یک کس دیگر در گردن خودش کشور کنه ببره، ابیازم نیست. ما امیره نمیدونم، نه شما ما امیره قبول کردن نمیتونم. برای چی که برای که اوزیما در دولت دیگه زندگی دارم، همین دولت ده فرزندش 18 ساله میشه میره کار باری خودش قطع میره. پدر با فرزند محتاج نیست، یعنی که فرزندن با پدر محتاج نیست 18 سالگیش. برای که حکومت فرزند او را نگاه میکنه، انا حکومت پدری او را نگاه میکنه. $1000 پنسیه میگیره آدمی بیکاری، پنسیه مثال پیری $1000 پنسیه میگیره. حکومت او را میخرونه، حکومت او را میپشونه، حکومت او را نگاه میکنه. دکتری او همه او به پول فرزند او هر ماهی اویلگ میگیره. همه میره پدرشون کردن، همه میره پدرشون ای وقتش خستن فکر فرزندای خودشون کردن. انا ما باید فکر فرزندای خودمون بکنیم. فرزند یا نمو تربیت کردن در کار که بچه‌ام یک کاری دزدی نکه، غری نکه، یگون چیزا ندزد، تمام دیگه بخون سخت بگی تا 18 سالگی را 18 ساله کشید پنیت که خودش ساز میشوه، همه چیزا میفهمه. پدرو عزیز این چیزا ما برای گفتم که از مو خفه نشین. ما گفتم که مثال کم ترک مو ای استالتون بخیزین یک طرف چپ راستون فکر کنین که مثال فرزندو نروان در وطن دیگر خدمت کنن توالت بشون. تشکر جا یک روز یک برادر زنگ زده است و ویدیویی نمیدونم برادر میخواد در اکران از یک برادر در اکران میخوای نمایان باشی. این برادر میخواسته است راستی در اکران یعنی که آشکار گپ زنه. خب برادر عزیز نمیدونم من برادر خیلی گپ زدنی، من برادری که مقصد خیلی گپ میگه فرزند حق نداره و پدرو من برادر در سوال دادنیم. مالی گوشت میکنم برادر جو. نه بس برادر عزیز وطنی عزیز، سوال و جواب یعنی که بحث کردن تنها در همو بگیم آخری هفته روز یکشنبه در برنامه حق بوتی برنامه شما یا برنامه که فرزند پدر مهاجر کرده. بله یکم برنامه دویم باشی مقصد رستم امام علی انا این قدر زمان گرفته در 26 سالگیش یکمش رستم امام علی اونجا 35 ساله شده بیاد تولد 86 رستم امام علی یکمش دویمش که وقتی که برادر میگه که مقصد پدرای ما میترسن، پدرای ما نمیترسن، پدرای ما مسلمان فرزند اگر 50 ساله که باشه باید بهش پدر بخیزم برادر اوز چی که اوز بیس یاد برادر کی داره برادر نه بگی یا تبیس برادر ای گپ شد بود کنه واتساپ دا گپ بود کنه گوش میکنم. بفرمو برادر واتساپ دا. انا مقصد ما مثال گپ دیگه مملکتاری
اما کسی که چیزی میکنه باید ما حرمت خود پدر و مادر حرمت شد بدونیم. بله. پر نداره تو میتونی گفت زنده ای درست. مثلا گفت چطوری 18 ساله حقوق داری نداری این مثال گفت برای چی پدران پیش دروغگویی نبود شیطانی نبود حسودی نبود مثال گفت ما 9 تا یک پدر میکنه مادر بوده 9 تا فرزند داشت 9 تا فرزند کار میکرد میخران میپشان مکتب تعلیم میداد سواد میداد مثال گفت شوکشم میکرد برای که دروغگویی در عائله نبود همه خلاص نکرد. بله بله. بازی 3 تا کودک داره زنش دروغ میگه فرزندش دروغ میگه در پدرش دروغ میگه در مادرش دروغ میگه دروغگویی یکمش ترکی مونه دیم رزقی آدم میزد کم میکنه برای چی پیشتر پدرها همه خیلی نبودن چی برادر یه دقیقه همین امام علی ایسر تو بگره همه برآمدش دروغ است چی با ایرا رزق کم نکرد اوکی هر سال وعده میده که این سال سوید میشود 2015 میشود 2010 میشود 2013 میشود 2014 میشود میشول گیریم همه گپاش اوکی همین دروغ گفت کو ترا صاحب وظیفه میکنه ترا مثال که دیان جو مقبول وظیفه نمیدن تو با دولت کار میکنی فقط بخدا با قیصریت با خشونت با بخشش کار میکنی اگر با دولت قانون دولت خدی کار کنی دولت چه نوبود میشود دیگر بوده سری زمانشان تماشا کنی کارمان تماشا کن مثلا یک سرت که تماشا کن ایوی ویژه فقط هر کس ایوی خدا بزنه هر کس برای خودش کار میکنه یکان کس برای دولت کار میکنه همین خلاص ده امام علی هم وقتی که با اولاد چکار کشته هم خلاص یک برک مرا گوش کنین ما میبرم چه های باید اگر اکا تو که ساعت که بجا کم بای مرده که خدا که برای چی لوگوت 70 تا پرزیدنتی کردن در دوشنبه فقط چنان شوندن ارچه شوندن یکان با مردم نمیگه که حوزی چی شنوندستان حوزی چی شنوندستان حوزی خدا را شکر تو که وطن عبود خدا در گرمانیا فورد میره امریکا فورد میره دبی فورد میره روسیه فورد میره تمام جا میگردی در خونت خوی زنگ میزنی تاکسی بدل خونت دیگر دولت‌های شرایط نداره دیگر دولت‌های شرایط واسه افغانستان ای دزور افغانستان دم در خونت خوب که تاکسی میاد افغانستان 36 ولایت اما 3 ولایت افغانستان 36 ایچی پرابلم ایچی را حل میکنه 36 ولایت 3 ولایت یا ولایت دولت کلانترین فرق ازبکستان از پرزیدنت که مهاجر گام میزنی ازبکستان زواد سامالیو داره آیتی کوچا داره ماتیز داره ای تمام تکنیکا داره برادر من تاجیکستان از تستم من درباره برادر تو مقایسه نکنین اخی ازبکستان با تاجیکستان هیچ وقت مقایسه نکنین برادر ما ترا جهت یک مینوت استانه زریاد تلفن ما بود میشه ما می برادر قطیگه بزنم که کم طلاق در شخصیت مثال بزید میشه که ما پدر و مادر را به حرمتی نکردم ما به حرمتی کلانسال نگفتم ما پدر ما نغز میبینم گوش که برادر جان من پدر دارم ما ایهاونا غلطیدم من از خدا میترسم ما ترا قانون دنیایی گفتم ما اسلامی را ما دایدرن اسلام خوش نکنم تو درآمدی ای اسلام گپ زدی گوش که برادر جان در اسلام انی گفتگیه که قرض پدر فرزندورا مثال پدر گوش که یک مینوت گوش که اگر بیرون سفر میکنی یا سواد دا همین دوهای پدر تنگیری سفر میکنی اگم جو پدر یا دوم ما مردی کاری رفتم او آن همی بیزه بای انسلا ایچی خیلی جورا فقط در تاجیک غلطی در خیلی تقدیر گوش کنه برادرو این خیلی است که ما ایجیتی ای برادر یا مینوت تو چی کجا خوندگی ما خدا چی دیپلم داری همی تو علمی اولی داری دیپلم داری دارم الحمدلله چی دیپلم داری دیپلم اکادمی تمام کردم
کردگیم دیپلم دارم. چی بود کردگی یا بردگه بگو؟ اکادمیا. اوخه چی با دامو وظیفه خودت کار نکردیسته برای چی نمیره در وظیفه خودت کار کنی؟ ما کردیستم، ما خدا را شکرش کردیستم، ما در مسکوی موزیک کردیستم. چرا کار میکنم؟ انا که گوش که برادر جان این همی تو 40 سالگی تمیره کار میکنی 100 سن پنسیه میگیری گپ داری؟ تو 40 سالگی تمیره کار میکنی 100 سن پنسیه میگیری در همون تاجیکستان با همون خواندگی مطرح میگیم که زندگی مردم در مهاجرت خوب نمیشوه فرزنداش میخرونه ایره پنسیه چی در کرایده بچه‌اش اوخی که یکی ممکن بچه همی با کلان شدن نرسه بمبره اوخی از تنه برادر ریجا در راسیه چند قدر تاجیک مود ای مردم شما یک چیز ای لگیچ نه فکر که لگیچ نه فکر که گوش که حیات تو فکر نکه که فرزندی تا قدی تو میشه هیچ وقت پرفلگت نکه در فرزندت بورتا در هیچ در فرزندت بپرتو نه در اوتت کرده بپرتو مارا گوش که قانون زندگی را مطرح گفتستمه در اول چخل در تاجیکستان میگن که در قانون جنگل های گوش که قانون زندگی را مطرح گفتستم فهمیدی بچه تاوری هم میکنم میمبره در کجا کار میکنی خود در هم ساعت برادر خود در اکادمیا خلاص کردم گفتستی ما اکادمیا تمام کردیم استاش لیتنان زبانی دارم در کجا کار میکنی کار میکنم از مسکو دایم توبت اومدگیم تو فکر میکنی که بامتر ریش در اکادمیا کار میکنه اگون انسان برادر آقا من مدتی 4 ماشین خیلی سلامتی علی تقدیر مقصد دستم کنم مقصد کسالی ما توبت اومدگیم من رش مقصد چی داره این رش گرفتن داره این مثال یعنی که در اکادمیا در کجا خوندی کدام دوشنبه ده یا که خوجان در کجا بودی دوشنبه ده خوندی اکادمیا دوشنبه را خوندی بله اکا چه ستارش لیتنان گفتی چی بله ستارش لیتنان تو انا یعنی که تاجیکستان در ریشی که موندن نمیتونی در اینجا آمدی موندی شم خلاص دموها ریش دموها در تاجیکستانم والله بالله ما دروغ نمیگم دارم میگم برای سطر خیلی چیزی که قانون هست قانون میسازم ما در تاجیکستانم رش میموندم در اینجا هم رش میمونم مقصد برای چی درجه ما رش بلنده نپسته مقصد درجه شرایط گرفتن هر روز ندارم مقصد بالینسات داریم هر روز گرفتن ندارم ما برای همون خاطر رش موندم بالینسات ابوی دماش نداره چخیلی بالینسات من نفهمیدم اکا ما هم توبت میگیرم هم خونه در کوارتیر اوه گفتی بالینسات در شرایط ندارم با میگی که انا کوارتیر دایا نه چه در خونه کوارتیر سیمات میکنی شرایط یا رشگیری نداری در خونه اوخی چی با بروتاتا گرفتن در شرایط یافتی ریشته نیافتی اون پرابلم بودم هر که شخصیتی خود شد نه گفت تو واسه وطن برنی نگی در پرچم وطن هم موندگی تو داری کار تو نمیزه بگی تو وقتی که وطن در ملت میگه هرچه شاه سلیمان باش به خاک وطن هیچ باش تا اگر 1000 میزنی 1000 که بزنی تو یک چی با پدر و فرزندشون مهاجر میکنن برای چی پدر شرایط هر کس هم پدر تو دوره میگه که قومت پدر چی با اولادای رحمانوف چی با از اولادای رحمانوف کسی مهاجر نیست مردی کار نیست فرض رحمانوف پرزیدنت مایل رستم پرزیدنت مایل آزاده نه که گوسفندوان رحمانوف اولادش در روسیه نیست هیچ خیلی فهمه میره اکا تو یا سوال تو در یا وظیفت تعیین میکنن پرستار وظیفه مقصد در اینی کام شهریتی میتونه تعیین میکنن که برادر همین رئیسی همین
کالخوز شما همه خلاص رئیسی کالخوز شما هیچ محل مرا آورده در اینجا نمیمونید یا جیان تا میمونید یا بچه اپا تا میمونید یا بچه یعنی که برادرم مفکوره تنامی از خودت در هم خیل تربیه در هم خیل مفکوره کلان شدگی که هر کسی که اوجا آمد او باید جیانی خودش بیاره باید بچه‌ش بیاره یعنی که لبوی کس همی خلال بازی تو دباری تو مرا میمونن تو مرا نمیخواهی نه تاریخ ما میدانی نه اگه تو میگوی که من در کار نیستن یا کافه هستن این میگه سودا میکنم و دوایی که میرم بخری در سر کافه کسی یا جیانش تگیای برادر این بیزنس تو با کار دولتی ارالش نکه مسئولیت دولتی کانستیتوسیایی را اجازت نمیده تو میفهمی تو اکادمیا خوندگی تو را استارش لیتینان دادگی ای کو برادر تو اکادمیا خوندگی انسان در حالتی که جنایتکار قانون جنایت شدن که تو نمیفهمی تو اکادمیا بود کدگی تو دعوا داری که ما اکادمیا بود کدگیم میفهمی تو دعوا داری که ما اکادمیا خلاص کردگیم ما هم اکادمیا خلاص کردگیم یکی میگم که جنایت هست اینجا تو میگوی که نه جنایت نیستی 100% چی جنایت جنایت یکی روز جنایت یکی بله باید رسیه محکم باشن باید ما رسیه محکم باشن پیلکس نباشن همین قدر مهاجر کامل نکد میرن یعنی از خود کارکنی آمدگی مهاجرت دهی مطرح نشان داده یک که دوستم باید دفتاشت دوران نشان داده من لیچنی آمدگی چی باید در تاجیکستان لیچنی نکدن تاجیکستان آباد پیشروی باشه چی باید لیچنی نکدن چی باید لیچنی نکدن یا دست لیچنی کدن نتونیست تاجیکستان پولیس مرا 100% لیچنی کدن 100% لیچنی کدن پولیس ما اصلا چیزی که خودم دل میخواه دل میخواه که پیشی فلان طبیب میره بله همه خلاص بله پیشی تشالوت مسئول دل طبیب خودم میره اختا لیچنی میکنم اگر ما 1000 که مردم تاجیک داره مردی کار هستند که فرزند خود مردی کاری میاره این درست است از نگاه خود نه فرزند فرزندی خوب میگم باغ پدر فرزندی بعد داغ پدر تو میخوای که فرزندی تو الکش باشه بیرها باشه 18 سالگیش بیاد دست باشه غرب باشه میخوای امیرم ولی گوش که یگان پدری را نمیخواه نه که نه گوش کن نمیخوای میگه که قومت پدر فرزند روز میکنه ولی گوش که قومت پدر این چیز دروغ هایی را اکجا گرفتی اکجا گرفتی قومت پدر فرزند روز میکنه پدر ما وقتی که مرا خونون اساس خونه خرید اویلا برپا کرد زندگی من تعلیم داد که بچه هم این کاری بده این کاری خوب من با کاری بد رفت مگر داغ پدر میشم اگر از چرا من گوشی فرزند ترا کشیده برو پیش کن در پدرش نالت فرزندی تو دیگه جو رفتیستی همین مردمی که فرزنداشون مردی کاری آورده استن رویل نکده استن همیو اکی از شاویل همه آوردگی نیست همه آوردگی نیست آدمی هست که در تاجیکستان همین رسیه در زندگی میکنن بهترین اکی در پشوری هیچ کنویستگی اصلا افیر دفش که بخدو زوی میکنه وقتا یگون فایده نداره نرویوتا سترونوش هم ترنگ میکنه تمام
پیغام داری به همون پدرایی که فرزنداشون مردی کاری میارن؟ البته فرزنداش هر جایی که کدام مسافری باشه کدام پدری باشه خداوند نگهبانشون باشه پیش داشتون شده بودن نه همو درست میکنن امیرا میارن با یادی وطن باشن با یادی وطن باشن فرزند خوب باش دستگیر پدرش باشن همین توغری میکنه همین کارا توغری میکنه مردی کاری میارن آینده بیارن یا که نیارن شرایطش نباشه وقتی پدر در برای چی تاجیکستان آباد باشه یک پدر شرایط نمیوه که فرزند چه نگاه کنه مجبوره مردی کاری بیاره این چی خیلی دولت آباد و آزاده که یک پدر شرایط نمیوه فرزند چه نگاه کنه تو با کدام دلیل گفته میتونی که مردم تاجیکستان 80% من 200% دلیل دارم گارانتیش خطی میگم همین پدرایی که فرزنداشون آوردگیان значит این دولت چی خیلی دولتی است که شرایط نداره که یک پدر فرزندش بگیم که انا نگاه کنه نتونه این چی خیلی آباد است این چی خیلی آباد است که پدر برای یافتن لقمه فرزندش مجبور میشه که فرزند مهاجرت برای چی خیلی آبادی است تو در افیر داری که 50 تا 100 تا تاجیکستان در ایرپورت فرزندش گرفته روسیه آوردگی آجی نمیجا ما چند تا قبول میکنم چند تا قبول میکنم که میگه که 3 تا فرزندم قتیمه 2 تا فرزندم قتیمه است 4 تا فرزندم قتیمه است که نمیجا این واتساپ دوزی آوازش میشنوی که همه انسانو میگه که ما آوردگیم این چی دولت است که اگر شرایط بهتر باشه و پدر فرزندی خیلی چه نگاه کرده نتونه بیارم مهاجرت برادر یک شما منطقی به سوادانه گپ میزنی وقتی که مرا شرایطم نیست میام در اینجا کارم سازم برای چی زنچی چی بچه چی خیلی دولتی آورده یه بچه چی خیلی دولت که تو شرایط نداری دولت ما 2 میلیون داریم هر کس نه 2 میلیون داریم 2 میلیون داریم هر کس نه ما 2 میلیون مهاجر داریم 2 میلیون مهاجر داریم یک تا و 2 تا یک تاجیکستانی که 9 میلیون اهالی داره 2 میلیونش مهاجر است زن مرد مهاجر است میفهمی کوچهای تاجیکستان تا امروز کو زنکو جارب قطی میروان تا سهارا 4 تکنیک خریده نمیتونه کوچه را تازه کنه تا اکادمیک میگوی من قورت بخدا ترا نمیدونم چه خیلی اکادمیک بگن ای با نمیدونی در کوچه دیجور نمیگردی نمیدونی که مادری تاجیک تا سهارا جارب قطی کوچه میروه شوی در روز میروه تا همین را فکر نمیکنی ابو در وطن خودش میروه امروز به یک از مهاجر میشه 800,000 سمه گیره شرایطش بهتر یا سنه دفش کو بخدو خیلی عصبو را خراب کرد روزی روزی که اوچاد 800 سومون در کوچه برو نمیفهم او باور که نمیفهمه باید نه روزی همیده روزی سگلا سیناسی 800 سومون در مادرت کوچه برو سگلا سیناسی همیده همچو مردک من مادر ما نداشتم چی با نمیروه مادرت چی با نمیروه برای چی نمیروه برای کی شرایطش خدا را اشکرش سازه ای مادرایی که نداره چی کار کنن این مادرایی که نداره ای چی کار کنن مسئولیت دولت در کجا است که این مادرها را چی کار کنن یا شرایط نداره باید خیچون با خیچون شرایط درست کنن هر یک انسان تا اکادمیکی چی بخدا میگه ما اکادمی خلاص کردم میگی وای بر حال دولت بخدا این همین انسان است که با مادری تاجیک دلش نمیسوزه میگه مادر خودم خوب از من چیکار دارم دیگر دارم سام دلم مادر خودم ساز باشه مادر همه ملت تاجیک همه مادر تاجیک همه یا اکادمی فیرما همو سومی یتیوز در خوندگی او کجا اکادمی خوندگی این همین قدر باور که من قرطو این همیجا
академия халос карда мега ва старший лейтенант мега. салом алейкум бародар Асанаев. ва алейкум ассалом. ама то манзара дар видеои занг зад гу ма мехом гап занам қадид. иҷозат деҳ ду сухан гап занем. нигоҳ кун бародари ҷон, ин академия хонда боша, аспирантура хонда боша, ё ами масъаларо як паҳлу фикр мекунанд. ин ҳамун академия дар ҳам фермаи Саймумин Ятимов хондагиай. ва ма бовар як рамаи ами гӯспанд агар ами бовараш ки ҳамуро управлят карда наметавона ёдам. ё як типи иттилооти ма як 65 ё ки 60 ё 65 нафар аз амин бигем аз амин чоплусои вазорати корҳои дохилии амният ба чизи кишвари федератсияи Русия сафарбар карда шудагианд, барои ҳамин муборизое ки дар ин барнома меброянд баромад мекунанд, ҳамёра чиз кунанд, завербавак кунанд, бихапану як кунанд, бифиристанд барои Тоҷикистон. Ям як ози муборизо ҳам қадар ҳам бачае ки ҳам гӯш мекунанд, ҳам қадар бовар ки ҳам гизаланд ку бихапанд через трубочка ку айҷа хунша мекунанд. Гаф дуруст не ки ё ҳар кори ҳам бикунанд, рӯз ба рӯз сафи муборизо зиёд шудааст. ин аз ҳамун як нафарои ҳамун нафарои аст ки нигоҳ кун, мега ки ман квартира симат мекунам, риш мондам, и хелу хел ту албатта старший лейтенант, ту як ништатни бигем як разведчики ё ки як шпиони ҳамун режими. Тура ҳар баланд додагианд, ҳар як кора иҷозат додагианд. Ту мефорад риш мемонӣ, мефорад сала мемонӣ. дар Тоҷикистон ҳар саҳар кантовкашона проверка мекунанд. агар ҳами кантовкаш як гирифтагӣ набошад ку уже ӯ ҳамун устави қонуни полисияи Тоҷикистонда бояд ҳами блеск бити бигардида. ин мардак мега ки ман мега ки ман академия тамом кардам. академия вақти тамом мекунам одам як фикри мисол як соҳибақл якум дараҷа бояд соҳибақл бошад. ӯ фарқ надорад президента, генеральный прокурора, мисол председатель комитет госбезопасности, ҳамиё вақте ки ҷиноят кардан, ту бояд ҷиноятҳои ҳамвора бибинӣ, ҳамвора бикашӣ биёрӣ сари суд бишнонӣ. ту академия тамом карда. ту ма и ба фикрам агар маъзарат мехом таҳқирам шавам, и апашо ягон маъшуқа ҳамун Саймумин Ятимовай ё Шорух Саидовай, ҳамин чоплусое ки ҳамин бовар кард двойной наждак мондагиан, якумш тамом шавад, дуюмшам автоматически подключат мекунанд, мераванд. бовар кӯ ёра ҳар чанде ки мисол собит кунӣ, доказат кунӣ, ҳамин як паҳлуро гирифтагиан мераванд. ё як ҳамин дар қалбчон як муҳри торикӣ зардагиаст. ана мерем сари мавзӯ имрӯз умедворам ки бародари аз мавзӯи имрӯза бохабар аст. бале дар бораи падарон чаро фарзандони худро муҳоҷир мекунанд. чаро муҳоҷир мекунанд? чаро намеброянд дар Тоҷикистон бигем мебинанд ки шароит хуб нест, намеброянд намедия. бибин ман мир животни тамошо мекунам, як рӯз дидам як ҳамо ҳайвони шохдори калони ҳамо гов вақти бачаш да дута шер ҳамла мекунад, худаш то бега уфтов шиштанаку ду шер қатӣ меданада. бачаш мурдагӣ аст буда. баъд уже бефара мешавад, баъд дигар хай мега мепартоя мерава, баъд шеро мегиранд. як ҳайвон вақте ки қадар барои фарзандаш меҳрубон аст, барои фарзандаш тайёр аст, хунош мебурояд. ин мардами мо чӣ хел аст ки мисол гирем фарзанди худа мегира муҳоҷират роҳӣ мекунад дар мардикорӣ, медонад ки дар уҷа кишта мешава, зиндон мешава, ҳар чӣ мешава, не ки ба ҳама нигоҳ накарда як хелаш ҳамроҳш меёрад ва як хелаш роиш мекунад. нигоҳ ки бародар Асана шумо аймо ба фикрам, ман фикр мекунам ки чанд сол айма бузургтарин, ами бовариам дорам ки дар ами саҳрои пахта ё ки дар вақти донишҷӯитон ё дар вақти мактабхонитон кор кардагӣ ҳастем. бале. ами пахтара вақте чиканка мекунанд, ами чиканкара процессша медонӣ ба фикрам. чиканка мекунанд. бале. ами дар ами давида нарафта. бале, ами чизи дар ами як системаи омадагие ки дар ами нанг номуз, ғайрат, як шуҷоат, як меҳанпарастӣ, як ватанпарастӣ, ҳами чизи моро ҳами ҳукумат чиканка кардагиаст, яъне тарсондагиаст. бале, ҳами ба тамоми ҳами кӯшиши қудрати чизаш кардагие ки мо дигар аз ҳамун ҳаққи худмон дифоъ кардан натонем. барои ҳар як падар аввал фарзанди худаш бинад. тугре.
درست است که شیرین است، نه که اینجا همین سیستمی که حکومت پیاده کردگی است در همین مغز مردم جو کردگی است. یعنی برادر واتساپ زنگ زدگی همین خیلی یک دقیقه بیست از شما صحبت میکنم. دایوسی، خبرکشی، چوپلوسی، نمیدونم لیسکی، هر کاری را همین افزایش داده است، نه که تاریخ تمدن پروری، تاریخ عمودی را تیشه زده است. این با یکون جای بهتر بردن نمیرساندی. برای همین من فکر میکنم که پدرها همون جرأت غیرت مثل مردانگی چون از دست دادگی هم در این کارشون برای فرزندای همین روزینشون در آینده باید یا جواب میتن یا را فرزندشون باید آیا همین جوانهایی که امروز و فردا اویلادار میشوند یا شیدگی هستند یا فرزندشون مایده هست بگیم انا اینو همینا هم فرزندشون هم خیلی مردی کار میکنن چی خیلی هستی؟ اگر همین رژیم رفتن بگیره با همین نسلی که حاضره هست ببخشید نسلی که آینده میگم مثلا 6 ساله 7 ساله یا که 10 ساله یا از ما بدتر میشوند اینا یا از ما بدتر میشوند در حالی که همین جوانو را سوال میتم میگه که من فرزند ما یعنی مردی کار کردنی نیستم فرزند ما غلام نمیشوند. شما تصور کنید که در یک اویله مثلا حدی میانه یا که سریدنی استاتستیکا در یک حولی مثلا 3 تا فرزند 3 تا کلین همین خیلی است. در تاجیکستان جای کار نیست 3 تا اگر همون اویله باشد مثلا یک تاش 2 فرزند یک تاش مثلا 1 فرزند یک تاش 3 فرزند میشود 6 نبیره 6 کلین درست شد 6 تا فرزند 3 تا کلین 9 تا پسر 12 تا پدر مادر 13 تا مثال همیاره در وضعیت حاضره تاجیکستان خیلی مثال زندگانیشون پیش می رود در حالتی که وضعیت مشکلات اقتصادی دارد اجتماعی دارد جای کار نیست بله یک وضعیتی خیلی بد قرار داره. همین مثال تصور کنید که در یک حولی 15 نفر همین چه خیلی زندگی میکنن که نرخ یکم ارد شکر روغن نمیگم به همه معین است. یعنی اینا مجبورن که فرزنداشون مردی کاری بیاره. پدر البته مجبور میشه که میره و همسایش قرض میگیره گوش هم میفروشه خرش هم میفروشه هر کاری کنه نکنه پدرش ببره پسرش بفرسته برای روسیه که کار کنه برای که در تاجیکستان بوی امید نیست جای کار نیست. پدر میدونه که فرزندش در غریبی میکشنش یعنی صاحب نداره در غریبی در بالای مرگ میره پس پسرش در بالای مرگ میدونه که فرزندش در غریبی بی صاحب است. خیلی میتونن که یک دقیقه منظر ای خیرته ای خیرته ای خدای شکر السلام علیکم امیدوارم که خوب باشید. من میخواستم قطعی شما کمتر هم صحبت شوم چون که من زن هستم میخواستم فکر خودم به شما گویم. من یک زنی هستم که صاحب 4 دیپلم در تاجیکستان عزیزم خدمت میکنم با جای وظیفه کار دارم در تاجیکستان همه جا آبادی ما دولت میگوییم دولت ما دولتی دموکراسی است دولت ما مستقیم دولت هسته که تاجیکستان عزیز نام دارد پرزیدنت محترم امامعلی رحمان رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی وقتی که شما میگید رئیس فدراسیون فوتبال رستم امامعلی است این در هر یک جا رئیس شهر دوشنبه یا رئیس شهر مثل خوجند رئیس شهر باختر همش رئیسای شهر فدراسیون فوتبالی هر یک شهر و منطقه می باشند. وقتی که رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی برای فدراسیون فوتبال شرایط مهیا کرده است من خودم یک ورزشکار زن هستم
که برای رشد ورزش حصه خودم گذاشتم. تاجیکستان کار نیست، تاجیکستان کار هست. شما اخجان می؟ هست. ما شما اخجان می؟ اگجاش؟ ما اخجان. اخود خجان. اخود خودش می؟ شهر خجان. ای 18 دیزده. ای 34. انوزدهم. ای 19 میکرایم. گیمنازی 24 من تمام کردگی. خطنانده مکتب گیمنازی رقم 24. شما درست می؟ من درست رحمت. یک تا شیشته گرد میزدید داخل. راسون نه حرمت کرد دوستی. نه من شیشته گرد زدم. من شیشته گرد زدم. دانشگاه حقوق بیزنس و سیاسی تاجیکستان تمام کردگی. با دیپلم سرخ. کدام اینستیتوت با؟ کدام اینستیتوت با؟ دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاسی تاجیکستان، فاکولته مالیه و قرض. این دانشگاه در کجا باشه؟ این گفتگی دانشگاه شما 19 میکرایان TGU دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاسی تاجیکستان. این TGU یعنی ترجمه میشود TGU یعنی Таджикский государственный университет Худжанда. Нет, Таджикский государственный университет права, бизнес и политики. Не, и TGU خیلی ترجمه نمیشود. TGU ترجمهش یعنی کوتاه کردگی Таджикский государственный университет Худжанды. یعنی که معنیش چیزی تاجیکی دولتی در خوجند یعنی TGU میشود. در تاجیکستان نه، در تاجیکستان وقتی که دانشگاه ختم یعنی میکنم یعنی باز TGU داره Худжанский государственный университет. این TGU در TGU شما TGU خلاص کردگی در خودم شما TGU خلاص کردگی نه من TGU تمام کردگی نه من TGU تمام کردگی بعد دانشکده آموزگاری شهر پنجکن. TGU در چیز است که در سنتر است که главный корпус. главный корпус در 19 میکرایان است. موندن دانشگاه و بجاش بعد دویم اختصاصم دانشکده عالی دانشکده پداگوژی شهر پنجکن اختصاص تربیت جسمانی. من آموزگار فنی تربیت جسمانی هستم. با دیپلم سرخ تمام کردم. امسال ماجستراتور خوانده هستم. مسئله ورزش این زنکا ما زنکا من مثال 4 دیپلم هم داشته باشم من این زندگی و خدای شکر میکنم که دولتی من چند ساله؟ چند ساله؟ من ولی یاش من اک پیر نشدم سال مانده زنک آدم سالش نمیپرسه نه سالش آدم نمیپرسه من دیپلومو قطعی سراغ کرده استادم 4 تا دیپلم خودش کم 20 ساله من 36 ساله من 36 ساله ای سال 2001 2005 تمام کردم یعنی ای سال 2005 تا 2007 کالج تمام کردگی ای سال 2015 بعد سیم کورس دانشکده آموزگاری شهر پنجکن تمام کردم حاضر ماجستراتور در دانشکده آموزگاری شهر پنجکن خوانده هستم امسال خط کننده هستم با دیپلم سرخ تمام میکنم مقصد ما ورزشکار هستیم اینجا مسئله ورزشگری نیست اینجا مسئله ورزشگری نیست مسئله پدر میخواد فرزندش مردی کار کنه روینه من خیلی فهمیدم وقتی که فرزند پدرش مردی کار کردن خواهد این یکم درجه مسئولیت پدر و مادر نپرمیر مثال میگیره پدر میخواهد فرزندش به تو هست میخوانوند صاحب زندگی میکند رنگی که پدر من خونم رنگی که پدر من صاحب کسب و هنر کرد این اوجه از شما معاشاتون چند سم است ماهانه معاش چند سم کار میکنین همچون در همون ساعت معاش من ساعت شب بگم یا که روز شب بگم معاش من 1000 سامانه یک معاش
چند سومه؟ 1000 1000 سومون؟ سومون معاش. یک ماه با 4 دیپلم یک ماه. با 4 دیپلم یک ماه 1000 سومون معاش میگیره. آزاده رحمان چند دیپلم داره؟ یک تایستین آزاده رحمان چند تا دیپلم داره؟ کجا خواندگی است آزاده رحمان؟ نمیدونم. من انتظار نمیکنم. چرا آزاده رحمان در یگان جا کار نکرده در پارلمان، یعنی رئیس میشوه، کارتش قطعی راه میگرده، شما خواندگی 4 تا دیپلم تون قطعی 1000 سومون آیلیت میگیرید. من مربی هستم، من ترینر هستم، من ورزشگر معیوب تربیت میکنم. فرزند دارین؟ البته چند تا؟ 5 تا. شما 5 فرزند 1000 سومون بلوش تا تقسیم کنید 200 سومون تو میگیره. چه زندگی میکنید؟ زندگی رنگ اصل میگذره، زندگی رنگ قند میگذره. تاجیکستان عزیزم دستگیری میکنه. من معیوبان درس میتم، معیوبان قطعی کار میکنم، اینولیدام دعا میکنم، خداوند رزق و روزی هر یک بنده میته. اما خلاص فقط هم یک کار کنیم، امیدوارم که هم اینولیدام زیاد نگیره خلاص دیگر. اما نم بیچاره اینولیدام بخدا اینولیدا بخدا قسم زیاد نمیگیرم. خداوند کریم ایمان روزی نمیشوه. هر یکی که من مشق میدم، مشق من بسومه و هر یک تا ورزشگر تربیه میکنم. دولت عزیزم تاجیکستان عزیزم ورزشگرای بپول مسابقه روی میکنم. کمیته کار با جوانان همش دستگیری میکنم. بپول تاجیکستان آباده، تاجیکستان گل شکوفانه. چی همین دولت تاجیکستان پس میزنه؟ تاجیکستان نمیشه. نه خانم کده تاجیکستان شما تاجیکه؟ شما تاجیکه؟ بله. شما تاجیک؟ بله شما تاجیکه. در تاجیکستان زندگی کردگی؟ ما خالقم. نه شما تاجیک جاندی نباشدم. شما ما خالقم. ما خالقم. ما اخلاق نمیفهمم. شما همین تاجیکستان تولد شدگی؟ ما تاجیکستان تولد شدگی. بله از 1 دقیقه بردارید. سلام علیکم. اشتنا اکمال سلام علیکم. در چیبت برای انا خی اشتنا اکمال سلام علیکم. و علیکم. 1 دقیقه برادر عزیز شما برادر آوازتون خاموش کنین. راستیجا واتساپ دای برادر چند قشید انتظار ایستادگی است. خوب سلام علیکم. این برادر واتساپ داگی. الو صبر برادر صبر. سلام علیکم برادر واتساپ. برادر واتساپ. الو بله سلام علیکم. سلام و عرض میکنم و کل مومنین. تشکر. مردم تاجیکستان. تشکر برادر. طرفداری چه بگیم ترازو کن طرف بار بگیرم و همون طرف خوبی زندگی را میخواهیم. بعد یک مسئله است که مهاجرین شما پیشه گرفتین پدرها چی در فرزندها را مهاجرت میارن. بهترین برنامه بهترین سوال اگر من اندیشه خود بیان میکنم فکر خود بیان میکنم. من در این مسئله گفتنیم که نیتاش تو دولت 20% دولت گناهگار باشه 80% تربیه پدر مادر ما ایجاده. این فکری اندیشه من نمیگم من دولت بهترینه. من در مهاجرت من 6 سال 7 سال میشه وطن رفتم. من مراجعه دارم با او اگر ما چیزی شیدیم نشیدیم پدرها سیستم ما را دیگه کده نمیتونن فهمی شما را دیگه کده نمیتونن. ما کلان جدیم شیدیم ایسابی واسپیتانیا. من مراجعه دارم با پدرهایی که با جوانایی که پدر میشوند با خواهرایی که مادر میشوند. بله. 1000 سومون نیشتر زندگی کنی نه؟
خیلی کامش زندگیش خوبه، خدا با بهتر شود نمیرسیمشون. در ناموس یگان کس مثال ما گپ نمیزنیم، دقیق است. مراجعه دارم به اون پدرایی که آینده پدر میشن، مادرایی که خواهرایی که مادر میشن، گفتنی هم وقتی که انسانیت نگاه که ای قدیم الایام انسان خداوند که حضرت آدم آفرید یک تنی میچ قطعی آفرید، با مرور زمان مثال زن آفرید همسری و زندگی را داد اساسا با مرور زمان خودشان محکم کردن زندگی کردن. همین تولید کردن فرزند با یک نیت خوبه، با یک سری پیریود دستگیرت شود. از این من فکر میکنم کودک تولید که کردن با حال خودشه واسپیتانی نداره. وقتی که کودک به دنیا اومد خیلی که ما در پشت مغازه ها در پشت دروازه ها کامera نصب میکنیم تیفت با ما به همیه. خیلی که ما در زندگی ما اکتیوری میکنیم، رول میبازیم، همون کودک به مثل کامera میشود که زندگی ما را میبینه. اون عصبی اون کودک، خاطره اون کودک همون سیوری ها تاریکی هایی که زندگی که ما میگذرانیم پامیتی اون کودک پر میشه، اون کودک پامیت چه تازه کنه میشه. بعد صنف یکشی تدنره تو حرفه یاد نگرفته است. یک دقیقه برادر یاد. الو همون تمام خوب شد. شیدگی ایشالله بعد علاقه میبرم موضوع بعد منظرت برادری عزیز نه بگیم که یک دوست زنگ زدمون انا خب برادر عزیز از نگاه شما یک دقیقه از نگاه شما همین کار درست است یا نه درست است؟ همین فرزندمون گفته این کار تماما درست نیست. اگه میگن که آدمی با آدمیت میگن همین مهاجرت هم با مهاجرت داره بیاین، من نمیگم نیاین، بیاین با کسب خودشون با هنر خودشون بیاین پول ساز کار کنن، عذاب نکشن رنگی ما شیدگی. خب برادر عزیز در جدامه پیغام دادن که یعنی که استودیا به نهایت آدم زیاد هست در استودیا، یکی استودیا را قبول که میگه اگر علاج باشه یکم پیغام نداشته باشه استودیا را قبول کنیم میگن که آدم هیچ زیاد هست. پیغام دادن پیغام گفتم که اکجون نسل باید خوب تربیت. تشکر برادر عزیز، تشکر. روزی که بعد دنیا میاری ولی چلش نبرامده همون روز تربیت کنده کن. اون طریقه زندگی را ما باید در فرزندمون نشان بدیم. تشکر برادر عزیزم. اگه استودیا را قبول کنیم برای استودیا آدم بسیاری بعد چی شده است؟ خدا نگهدار. خب مو یک مدتی سلام علیکم جناب اکمل. و علیکم السلام. ما نویای واقش سلامت باشی برادر عزیزم. امیدوارم که از موضوع خبر داره. ای موضوع خبر داریم همشه. چرا پدر فرزند مهاجر میکنه، مردی کار میکنه؟ فرزند اکو مهاجر میکنه خلق خمون در تاجیکستان کمغل مهاجر نشوه زندگی چون نمیزگره یکمش. دویمش که این کسب همه پدری ایده همه اول همه خیلی مهاجر شده اومدگی های همه خیلی مهاجر شده میروه. پدر رحمانوف پرزیدنت بود؟ نه این آدم خدادات قطعی هیچ وقت بحث کردن در کار نیست. برای چی که در کجا آمدگی است این چیز؟ وای خدا دادگی از کجا گرفتی همین گپا که خدادات قطعی بحث کردن در کار نیست؟ نه او را خدا دادگی وای خودش معلومه. در کجاش نوشتگی است؟ در کجاش نوشتگی است که رحمانوف خدا دادگی است؟ بچه خدا ناتیا در دور جنگ همراه میمونه. در کجا نوشتگی است؟ اوه همه خیلی آدم ها همه خیلی میدونه که سفر خدا بود.
سنگک سفر خدا رحمتش کنه. حیدری خدا بود، یعقوب سلیم غفار خدا بودن. آخی یارا همی آوردن موندن آخی. همه را همی آوردن موندن. راست میگی نه که همه خیلی باشه. تو کفر گپ زده اسکی، تو کفر گپ زده اسکی. اگر اسلامی بگیری میفهمی که یک نمی آوردن ایرا موندن، تو میگی ایرا خدا داد. ایو خدا ان بتره ای آوردن موندن. جناب عالی را همی تحقیر کردن همی ممکنه در اسلام هم خیلی گفتگی های. جناب عالی تو تحقیرش بسیار چیز دیگه هم ممکن است. نه استغفرالله بگو نه گوی خیلی. جناب عالی را هیچ وقت وای همه در تاجیکستان این خیلی چند که آبادی های چی خیلی بخوره همه خیلی میگرده. گوش که براتن در تاج آبادی ایچی آبادی های که 2 میلیون مهاجر شده گیه. ایچ کجاش آباده؟ مهاجر اکنه این مهاجر بگوی در روسیه هم در امریکا کار کنی میره این مهاجری. خودت مهاجری؟ الحمدلله مهاجر ما مهاجرم یگون مهاجرم. یگون چی نمینولی؟ نولش نداره ای مهاجری؟ دوال نی؟ ای مهاجری یگون این همه یک بخدا یک روزی هستی ای مهاجری روزی هستی؟ بچه 100% روز. فرزندات هم مهاجر میکنی مثل خودت؟ ما 100% روزیم. برای چی که یگون فرزندات هم مثل خودت مهاجر میکنی؟ ما ایشالله با فرزندام همه پیش یگون ملاد میمون. فرزند تا مهاجر میکنی رنگی خودت یا که نه؟ اگر اکو او سوشه خداوند میدانه فرزندی ما مهاجر میشه و نمیشه او را خداوند میدانه. ما هیچی گفته نمیتونم. ما خیلی اگر پیشکی خواهی داری که فرزندت مهاجر شود زورای کنه خیلی ژلانی داری و افشت مثال هر یک انسان هر یک پدر برای فرزندش یک مقصد داره یک میچته داره نه خیلی فکر میکنه اما وقتی فرزندم میخواد شود فرزندم میخواد شود مثال با فکرم که خودت همین تصور داره که همین فرزندت باید همین مهاجر شود. خدا رحمتی پدرم همین 93 سال در همه جنگ کشته شدگی های. گوش کن ما خدا و شکر که 8 کی کشتگی این همه تروریست ها این همه خیلی آدم بگناه کشتگی های این همه خیلی اوخی سال همون 91 امام علی در دستش یه راک داشت. یا گوش که برادر هستنه یا ما همین در افکار عمومی یا که پنیت هم توجیه ما اینیو میگه خدا دادهش خرافاتی شده یعنی اینا باور که این همی زنش هم برن تجاوز کنن میگه که خدا در نصیب هم خیلی بودن یا هم زن هم بودن تجاوز کردن یا همین خیلی بیناموس شده یعنی اینا. در تاجیکستان جای کار نیست. برای چی تو میره مهاجر میشه؟ برای چی تو میگوی که در امریکا مهاجر هست در فلان جا هست در فلان جا هست؟ درست است مهاجری هست. مثال من در اون کشوری که کار میکنم برادر هستن مهاجرها از ایتالیا هستن از کره جنوبی هستن از ایران هستن از ترکیه هستن همه خیلی میان همینجا تندر وقتی که میگیرن همون شرکت های خارجی تندر که گرفتن همون متخصصا را باور همین شرکت هم ویزا شد هم پول سمالیت شد هم پول سمالیت شد همون شرکت میگیرد تامین میکند با جای خوب و زیست زندگانیش. وقتی که ببخشید چیز قطع شد. وقتی که همین مهاجری که خارجی که اومدگی در همینجا باور میکنید شما همین پلیسایی که ملیسای همینجا رنگ همین شهروندای همینجا هم نسبت همو احترام بیان میکنن یگان خیلی فشار آوری و ای پسی سر قپیدن بردن محکم کردن و اونیجات کردن مثل بروکوشون بردن خیلی گپا نیست. برای که اون مهاجری که جمعیان او دولت دارد دولتی او ای پشتش گپ میزنه یک طوری موی مهاجر در اینجا غلطی جواب میتای دولتی که در اینجا هست
در مهاجر تاجیکستان چی؟ به صاحبیم میروند بیچاره یک چند سال یک ایتالیان در مسکو کشته بودن پرپوتوت کده تاجیک گفتم کوچاگردو میزنن میکشن سیاه ایتالیان چند میلیون بود چند بسیار یک مبلغ کلان روسیه را جریمه کرده بودن روسیه سپریده بود این چیزا درست گپت برادر اصلا نگاه که این چیزا رو ای آدمو تحقیقات انالیز نمیکنن میگه اونم جا مهاجر دارم من مهاجرم فرق بین مهاجرها هست قدر قیمت مهاجر در یک کشور خارجی هست مثال همون شهروند شد به هر صورتی که باشه همون چیز میکند نگاه بین میکند از پشتش مثال گپ میزند ادوکاتاش هم میفرستد اگه 2 میلیون خود تصور که در یک سال 500 تا 800 تا بود میوید تاجیکستان یگان بار شما شاهد هستین که امام علی رحمان برآمده باشه مثال یک نوت داده باشه به طرف روسیه یا که در پیش سفارتخانه روسیه مثال همون جوانایی که اوانگردایی که چوپلوسی حرام صفتی کثافتی که در سفارتخانه ایران اوبسی و دیگر جو تاخیر شما کو آینده در کارن آینده در کارن نمیره سفارتخانه روسیه مثال صدا بلند کنه که در یک سال 800 تا بود میاد او آینده در کارن او را تاخیر نکرد برای چی در کارن او آینده همو کلودس پالودسایی که از وقتی سی سال امام علی رهبری کرد حالیش نکردیم گورا ما حالیش کردن در کاره او در کارن کار میکنن بچه کارگرن بازی پروست دم بگیرن کمتر بعد آینده او همو بگیم کانالیزاسیون را حالیش کردن در کار توربوی اوور را حالیش کردن در کار ما این کار دوره او بچه کارگرن ولی آینده کار میکنن کارمندای دولتی که وزیر و رئیس نوحیو در جلسه و در مجلس میگویند پرارابی اوانگردان و پرارابا است پرارابا اوانگردان من موضوع را کمتر مثال پاوروچا علیش میکنم میبروین در مجلس ها میگن امی چیزی وطنداری و وطن دوستی و امی چیز مثلا خیلی گپ میزنن برای چی فرزندای خودشون نمیروند سربازی خدمت کنن بله خوخه که وطن دوست و وطن پرستن برای چی فرزندای خدمت نمیکنن فرزنداشون درباره موضوع خدمت میکنیم بعد درباره خدمت بگیم که همین یک روز میشیم در داخل همین موضوع مهاجرتی که فرزند پدرش چخیل پدر فرزندش مهاجر میکنه برای چی همو فرزندای ویو نمیروند مهاجر نمیشوند کار نمیکنن بله همش باور کن من همین اطمینان دارم من از اول همین اهمیت نمیدادم در این برنامه‌های سیاسی مثل وارد نمیشدم دخالت نمیکردم نه که رفته همین وضعیت ما را مجبور کرد که داخل همین موضوع شیم داخل همین چیزیم یک ما بی‌طرف شدن نمیتونیم این جمعیت ما هست ما هم تاجیکستانیم شما قلقین لقین فرق نداره شما زوده تاجیکستانین حق حقوق دارین گپ زدن ما هر یک ما برابریم هم در اسلام هم در دنیوی هم در تمامی چیزا نه که آدم باید بی‌طرف نباشه وقتی که حق میبینی باید حق بگوی حق دیدی باید ناحق بگوی 3 تا دیپلم داری نه اپم بود خواهرم بود من 3 تا دیپلم دارم 4 تا دیپلم دارم 5 تا دارم دیگر تربیه میکنم شما مرا بگن که در همین ساحه ورزش همین ورزشگرای تاجیکستان گیجو را یکم جا رو مدال طلا گرفتن گیجو اکا همین عادی نگاه که دختر 36 سال داره 5 تا کودک زایدگی یک سالی بیرمینی باشه یک سالی دیگه دکرت گرفتگی باشه تا 3 سال این 3 دیپلم رنگ رستم مال 4 دیپلم پدرکه گرفتگی خلاص چی سواد داره و هیچ چی را نمیفهمه نه تگیو را ترجمه کرده میتونه نه خگیو را ترجمه کرده میتونه هیچ را نمیدونه از زنه که بیچاره همین گفتیات که تو زوری خیال کرده است که ما زورم بدرو او را اهمیتش نتیه طرف ما خب کم دیگر انسان برای که آدمو جنایت چی کرده استودن که در تلفن دیگری که دیگر شما درجه بستین بعد داخل میکنیم باز همو موضوعی که همو یگان جورا که یگان شپلق زدن در کار شد بعد شما را داخل میکنیم که یا شپلق شو بزنید تشکر اکا این با کمی السلام علیکم السلام علیکم اکا موضوع ما رفته سه هلو خوب سلام علیکم موضوع ما رفته سه خوبی
اما تا اینجا که اینجا سلامتی خوبه؟ یارنی خوبه. دینا بجه بدیم روز خوبتره. نه اکا یا چوفتندم یا برنامه حق با باطل در برخطی انسان گاو زدم. انا بعد همه اوگراژن تا اوگراژن شید. کی اوگراژت میکنه؟ باز این نام مدارم زنگ زد. پدر نالاتوی بیناموس هم بخدا. چی میگن؟ وعده دادن که همه تا اینجا همه او رو من پو امنیت رفتن چریز پدر اومده چی ده زنگ بزن نمیپردونم نه پدر میپردونم نه مادر دیگه. چی میگن؟ چی میخوان اصلا از پدر مادر چی میخوان؟ با که اگه اون گفت تو گام نزده دو. چی میخوان از پدر مادر چی میخوان؟ بودی هم میگه گفتی هاش بخشش پرسه تودا پرسه تودا پرسه همین توجیک بوشه من توجیکی مات کاز میکنم. یعنی که همین برای مردی کار شوه و مورا گب نزنه هم خلاص غلام شوه عذاب بکشه و فقط من رستم کیف کنه فرزندای ما کیف کنه. دون بعدم از او چند زنگ زیستن ایمون ولی الهی خدوان در دوزخ خفت و قد جد کنه و دلالتی بیناموس. برادر آرام شه ما همه برادر هستیم. ما همو اینمی کاری که حق شده کرده ایستاده است خاطری آینده فرزندش امام علی تیار است که اوتای ترم بکشه اوچت هم بکشه ظلم کنه همه را بکشه تیار است که تو که با پدر نالت کافی باید خبره فقط بپرانه کافی حرامی این مردک شه نترس از ایو که اصلا نترس. چی گفتنی؟ نمیبردارم نزن که اوچا میبرم نزن که اوتا چی گفتنی؟ چه از پدرم؟ بر پدر نالت فهمیدی ساک بمر با امروزی حرامی در غریبی هستی برادر؟ کار میکنی؟ کارخونه اومدگی؟ استودنتی؟ نترس چی میترسی؟ بگو ما پای زندگی ما حق دارم. چه از اوچای ما گفتنی اکی؟ زنگ نزن اوچا این جاز اوچا زنگ نزن اوچا نمیبردارم تلفن تا زنگ نزن من نمیبردارم تلفن تا شو زنگ نزن این مده گوتا نخشتوار نگم کس نکنه زنگ نزن میگم. یعنی که اینا حمله دارن که تو غلام باشی خب کنی و فرزندای ما بالای تو در رهبر باشی. همین خیلی نیت دارن برای نمی خونه هر یک انسان میرون حمله میکنن. این است حکومت رحمانوف. این میگه که حکومت آباد تینج کانستیتوسیا داره قانون داره شما قانونی کار کنین میگه. این جوان برآمده است حقوق کانستیتوسیونی خودش طلب کرده است که مثال یا این طرف باشه یا اون طرف. از بس که جوان که طرفداری از امام علی نمیکنه تا اوتایی را تا اوچایی را تا تمام اولاد اپا و خواهرش دیگه کشاکش عدل به عدل دیگه ملیسا بازی زندان بازی توجیکه باید بینم سر فهمیدی مالا قرآن که نه بینم سر باکدو درگم پورا تمام بمونه بامروز تو خلوموی حرام تا پدر نکنید نواد خدا محمد تو ساخته برای ایلوی نپروردی یافته اسلام سیمونه چیز مادر مادری و املت تو بخیر بگوید. اینم یک جوان شما حیات چه سوزوندنی ناینده یک جوان شما حیات چه میسوزونید. من میگم که برای اینا یگان مهمیت نداره.
خب من میگم که شما در برادرای عزیز، هموطنای عزیز، ببینید یک استودنت حقیقتش وقتی میبرویه گپ میزنه، تمام لشکرش از بودجه دولت پول جدا میکنه، میتونه بکشنش که تو کی گپ نزن. این است حکومت رحمانov و میگن که تاجیکستان آباد است. تاجیکستان کجاش آباد؟ کدام آبادی میبینین که یک جوان برای یک گفتن حقیقت یا که نمیدونم گپ زدنش در خونش میارایی کنین که تو که پدر مادرش قدر غم بتینه این غلام شما باشه، باید گپ زدن در حق نداشته باشه. این نمیره میگن نوبودی در تاجیکستان، ناآرامی. اگر اما در داخل تاجیکستان ایستادگی هم قدر پشتیگیری دارین پاپراوید کنه رنگ همین جوان یک بار بگین که چی خیر رستم گنرال شید، بعد میبینیم اون وقت کو حالتان چی میشه. خب سلام علیکم. بار دیگه اکاجان ما برای همه گفتم که اینمی گازدگی ما اینمی کاری اینمی باچه توغوری گیرید دیدی گفی مرا بله که میبره کنی زندان میکنم و دیگه بعدی که از زندان که برآمد او پر شکسته میشه، دل شکسته میشه، دل مونده میشه و نه مهاجرت حتی مجبور میشه که یا فرزندش نه 10 فرزندش بگیره بیاره. ببین ده چرا پدرای ایو تیارن برای آینده فرزنداشون بدرویان حمله کنن، زن مرد بکشن و مردای ما پدرای ما تیار نیستن که بخیزن اقلا فرزند چه حمایت کنن. این چی است اصلا؟ نمی اکاجان اینمی دهمی گپ بدنا همین قدر بازم که اینمی ما هم در کار باشه که اگر همین پدرای ما پیر شدگیان لیکن اگر هوایا را که همین ما نگیرن که گیره باشون لیکن هوایا میخزن یک تایت نیست میکنن. موقع همون امام علی هم پیر شدگی است چنی پدری موته نمیدونم اونم پدرنالا پل کور شلش همش پیر شدگی است. این امروز تو خاموش بیست فردا فرزند تا اینمی احوال میورن با میگن که پیر شدگی است. امروز باید خوب میلون علاقه باندی میدان ببروی کنم بخپی های گریبانشی جبیو باید ما بس کنیم باندی کنیم نه فرزندامون پدر را بس کنن بگردن بروند تاجیکستان بگردن تاجیکستان آباد باشه تاجیکستان عبیس پیچه بد میکنن. وای نه روز خواستم که نه روز روی مخم کتی باشم اگر روی روشاد کتی باشم و نه این بچه را ما 2 بار 3 بار من این بچه را تماشا کردم. یگان گپی کو همین کو یا نمود خنده کرده و یک نمود خنده کتی اکی حسین اشرف گازدگی بود. انا این بچه همین خب بچه را شروع انا خب خندیده بچه کتی اکی حسین اشرف گازدگی بود. همه دونم باز تمامی تمامی تاجیکستان از تمامی اینمی چیزا را در همین پراموی فیلم میکرده گیره میبرد شد. این همه اکی اصلا یک سوال دختونده در همین قانونی همین این قانون در نیست این وای رحمان فاکی همین در مسجد در لوبای مجلسا لوبای مکتبا در لوبای جا در گاوزا سادیان که همین گروپ ها را تماشا نکنین جوانو همین جوانو همین گروپ ها را تماشا نکنین. برای چی اونا اسپندیار داخل دوشنبه تماشا میکنن چی دو بره برده محکم نمیکنن یا اونا فیردوس ای نورک یا که اونا ایوان اونا آدم ها که بر آمدن روشد وای میکنن گاو میزنن 1000% شون گپشون در طرف رحمانوف نیستن. برای چی باید برده محکم نمیکنن؟ نه او برای که طرفی او را میگیرن میگن تینج است برایم شاید او را با فرمان هم بکنن نه او ایما دا شاید بد باشه حالی شاید ایخی تباد باشه انا همو گاو میزنن وقتی که کتی نمی اکی اشرف گاو میزنن اکی اشرف سوال نتیکو آخیران میآید همو حکومت تاجیکستان همو آدم ادکس میکنن نمی لوبایش اونم فیردوس هم که گاو میزنن آخیران میآید ادکس دا یا که نمی تو برادر عزیز یعنی خود دوزی بچی خلاص اومدی که مثلا همین حکومت رحمانوف تو کجا ظالم است تو کجا تو باید بخیزی یا که نخیزی خودت هم فرزندت هم باید مردی کار باشه.
анами аки ҳастам финаи рӯз мо хестем ки мисоли нирӯз ба рӯи маҳкам ки бошем ин авози моро ятаи дига мебинад бо ятаи дига мебурад бо ятаи дига асасам мо хестем ман гав мезам ки нами рӯзи 21 эълон кардан халқ нестай ха ягон кас пешдаро нестай ман аки суҳроб гӯш кардам мисол қонуни ами барои пешдаро шидани як одам набоша дар онҷо пешдаро набоша ин халқ хестан гуфтам ҳамаша ما با درجهش فکر کردم برآمدم نکیم اخی تشکر برادر سودی هم خیلی پری انسان هست همه میخوازی ببرویا اگه همی خگه فگه میزنم که بجا خیلی لایکو را تبلیغ سکنیم در تمام جهان همی برآمده با زیادتر شود که شتابه که مالی اینمو 5 سال دیگه غلام شدیم در همی مهاجرت یا که دیگه در کانال خودیم خلق ابونه شوید بجی خیلی لایک را یعنی ما تمام همین برنامه ما برای شما است این همی اکا اصلا فیلم بین که این همی حوزی دادی من در خدمت 8 سال چند کس 900 کس تماشا کرده برآوردی همی لایک و جا همی خیلی تشکر برآورد لایک اومد ان همی خکو آینده همش خوب میشه اکا توقع کن تمام سلامت باشی ما طرف شما امانی استفیو بله انا تشکر برادر خب دیگر برادر قبول میکنیم در اینجا باور کنین این واتساپ کافیده استایوزید هست قبول کنین برادر که مسئول استودیا نباشه من زنگ تلفن گیرم اگر استودیا قبول نکنه زنگ تلفن گیرم برادر یا ما برادر اینجا سرسون سرگردان نمونه انا خوب هموطنای عزیز برادرای عزیز و وقت ساعت ما هم خیلی بگیم زیاد شد و ما هم باز دیگر کارهای دیگر داریم انا با همینجا هموطنای عزیز با پایان میرسونیم برنامه را تا هفته آینده بگیم که فکر اندیشتون نوشتن لایک موندن ابونه شدن آخری هفته در بحثی بگیم که حق باطل اشتراک کردن فراموش نکنین در اونجا به نهایت بحث زیاد است با هفته آینده جلو نگفته ها بسیار هستند که مردم میخواهند بگن باز هفته آینده چیکار میکنیم در انمی بگیم برنامه ما و شما دیده یکدیگر را بگیم صحبت میکنیم و امنیت تاجیکستان یعنی جوانان را خیلی دل شکسته نکنین برای یک رستم یا که آزاده کیف کنه راحت کنه صفا کنه گفته اینای جوانو را حیاتشون نشکنین به احوال خانه‌شون حمله نکنین باقی سلامت سربلند خانه آباد باشین تا هفته آینده خدا نگهبان هر یک ما و شما